سلام عرض میکنم خدمت شما. ما 2-3 روز قبل با هم یک صحبتی داشتیم که قابل پیش بینی نبود، یعنی همونجوری روی لایو اینستاگرام بود و اصلا قرار بود سوالات مردم رو من از شما مطرح بکنم. فکر نمی‌کردم اینقدر مورد استقبال قرار بگیره این برنامه و جاهای مختلف ازش استفاده بشه. از شما خواهش کردم که یک قرار مفصل‌تری رو بذاریم که یه ذره حرفه‌ای‌تر نسبت به موضوعات نگاه بکنیم و پاسخ‌های شما رو بشنویم به سوالات مردم. اولین سوالی که وجود داره اینه که طبق معمول خودتون می‌دونید که راجع به منابع مالی برنامه شما و اینکه شما توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بودین و حالا بعضیا میگن شما مزدور هستین و وابسته به جمهوری اسلامی هستین و اینا. مثلا پاسخ مشخصتون رو راجع به این سوال بدونم و برای مردم چه جوابی دارید. خب سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز برنامه پشت پرده و احتمالاً رسانه آمد نیوز که این برنامه رو پوشش خواهد داد. ببینید طبیعتاً مرسوم هستش که هیچ کدوم از رسانه هایی که در حال حاضر فارسی زبانن و دارن در خارج از کشور فعالیت میکنن منابع مالی خودشون رو هیچ وقت اعلام نکردن. به صورت حرفه‌ای ما نمیبینیم که هیچ رسانه خارج از کشور بیاد منابع مالی خودش رو بده. اونم خب مشخصه دیگه. به هر حال وقتی بعضی از این رسانه‌ها از سرویس‌های جاسوسی پول میگیرن خب طبیعتاً نمیان به صورت مشخصی اعلام بکنن که چقدر دارن هزینه میکنن یا از کجا دارن پول میگیرن. به عنوان مثال تلویزیون من و تو که قطعاً شما بهتر از من میدونید که این تلویزیون داره از کدوم سرویس‌های جاسوسی پول‌های خودش رو دریافت می‌کنه و اساساً مردم ما اگر بدونن خب مثلا یه رسانه بودجه‌شو داره از کجا تامین می‌کنه متوجه خط فکری اون رسانه هم خواهند شد. به عنوان مثال تلویزیون ایران اینترنشنالی که عربستان سعودی داره قسمتی از پول‌های اون میده، یا بریم مثلا داخل ایران رسانه مثل تسنیم، مثل که نزدیک به سپاه پاسداران هستش، یا رسانه فارس که نزدیک به سپاه پاسداران هستش، خب طبیعتاً اصولگراها رو تحت پوشش و حمایت خودش قرار میده. یا اصلا صدا و سیما ایران که به هر حال بودجه‌ای رو از رهبری ایران میگیره، بیت رهبری میگیره، یا بودجه‌ای رو از دولت میگیره، خب طبیعتاً رسانه‌ای نیستش که عملاً بخواد انتقاد بکنه از نهاد رهبری ایران یا بخواد انتقادی بکنه از بعضی از افراد سیستماتیک داخل ایران. اما اینجا به خاطر اینکه من احترام بذارم به بینندگان برنامه پشت پرده و مرسومم این نیستش که کسی بیاد منابع مالی خودش رو بگه، تا اونجایی که خود شما هم در رسانه آمد نیوز سعی نکردید که تا این ثانیه منابع مالی خودتون رو بگید. من تو مصاحبه با شما گفتم حالا یه چیزایی رو شما گفتید و گفتید که حالا در حقوقی رو از رسانه بیان میگیرید. اما من حالا به صورت اینکه بخوام احترامی رو به بینندگان بدم اینجا یک توضیح به شما بدم. اون این هستش که ما یک تیم 10 نفره هستیم که همه این افرادی که توی تیم من هستن آدمایی هستن که شغل خودشون رو دارن، حرفه خودشون رو دارن و عملاً حقوقی رو از برنامه پشت پرده دریافت نمی‌کنن. به عنوان مثال وکیلی که در لندن هستش و داره با من کار میکنه خب به هر حال از هر پرونده 5000 پوند پول دریافت میکنه و به هر حال لنگ 1000 یورو 2000 یورو برنامه پشت پرده نیستش که بخواد اون رو دریافت بکنم. و این نکته دیگه هم بگم که من این منابع مالی خودم رو بارها در لایوهای خودم اعلام کردم، ولی خب میخوام باز اینجا احترامی به بینندگان بذارم. من یه شرکت برنامه‌نویسی در کشور آلمان دارم به دلیل اقامت قانونی که من در کشور آلمان دارم و مالیاتی که من پرداخت میکنم کارا من یکی از اون مالیات‌ها رو من اینجا نشون میدم، ولی خب متاسفانه مربوط قسمت بالای کاغذ رو مجبورم حذف کنم به دلیل مسئله امنیتی و آدرس خود بنده که فقط من میتونم، چون بالا هم اسم کرایسی که من زندگی میکنم دارم مالیاتون رو پرداخت میکنم، ولی خب قطعا بعد از میکس این فیلم به صورت کامل میذارم که اسمم مشخص بشه. دارم مالیات پرداخت میکنم، مالیاتای سالیانه‌ای که من در کشور آلمان دارم پرداخت میکنم که میتونید ببینید اینجا. کی میاد اینقدر مستند به مردم نشون بده؟ من اسکن رو کامل میذارم. بهش اصطلاحاً اون کسانی که در کشور آلمان زندگی میکنن میدونن، بهش میگن گوینا میتایلون، که طبیعتاً اشتباهات‌ها این کارا رو انجام میدن برای افرادی که کار میکنن. من یک شرکت برنامه‌نویسی در کشور آلمان دارم که پروژه برنامه‌نویسی میگیریم که بعضن حاشیه‌ای هم ایجاد که آقا شده که آقا داره نمیدونم اپلیکیشن به افغان زبان‌ها میپوشه که یه آدمی بی احترامی کرده بود به افغان زبان‌ها و گفته که امین فرین داره سر اونها رو کلا میذاره و عملاً ما مخاطبانمون فارسی زبان‌ها بودن نه افغان زبان‌ها، که من واقعاً بر نمی‌تابم که کسی بخواد به قوم یا نژاد کشور دیگه بی احترامی کنه. اما یک قسمت دیگه که طبیعتاً یک برنامه نیاز به بودجه داره، من اینجا نمیشه بگم رایگان دارم کار میکنم، یک تایمی هم دارم مصرف میکنم. یوتیوب برنامه پشت پرده قراردادی رو با شرکت گوگل داره که قسمتی از هزینه‌های برنامه ما از این برنامه تامین میشه. چند درصد چی؟ چند درصد هزینه‌های برنامه شما؟ ببین یه چیزی به شما بگم. یه بنده خدایی به من زنگ زد گفت من میخوام به شما کمک مالی بکنم به برنامه‌تون. تو شهر کلن آلمان هم زندگی میکرد، اسم شهرش هم میگم. گفتم من از شما کمک مالی نمیخوام،
گفت چرا؟ گفتم من برنامه‌ام هزینه تولید نداره. هزینه تولید میشه یک لپتاپ، یه استودیو. من استودیو حرفه‌ای ندارم، دوربین حرفه‌ای ندارم، ست نور حرفه‌ای ندارم. من حرفه‌ایگری رو در دانش و اطلاعات آگاهی که به مردم میدم میبینم. دیگه گذشت اون استودیوهای چند صد میلیونی که بی بی سی و من و تو یا امثال اونها دارن برای مردم برنامه تهیه میکنن. بله زیبایی‌های بصری قسمتی از تولید محتوا هستش، اما الان در عصر رسانه امروز ما میبینیم یه کانال تلگرامی میاد انقدر خبرهای دقیقی رو میزنه. من حالا شما رو مثال میزنم یا کانال خودم رو مثال میزنم یا سایر کانال‌های دیگه به حال دارن زحمت میکشن، یه کشوری رو میریزه به هم. یک کانال تلگرامی که شاید امکانش شاید یک موبایل 200 یورویی در کشور آلمان باشه. آیا این هزینه است؟ نه. ولی بعضیا متاسفانه، من همیشه یه مثال ساده میزنم، وقتی متوجه میشن آقا ما داریم قرارداد از یوتیوب میگیریم، اینجوری میشن. نگاه کنید اصلا کلا شخصیتش اینجوری میشه، انگار خودشونو دارن یه حالتی میکنن که بگن آره این داره از یوتیوب پول میگیره. من ببخشید از دیوار مردم بالا رفتم، پول کسی رو خوردم، از فلان سازمان جاسوسی پول گرفتم یا دارم برنامه برای مردمم تولید میکنم. من تو منظور تو مشخص کیه که از سازمان جاسوسی پول میگیره؟ یعنی سندی وجود داره؟ بله خب به هر حال ببینید تلویزیون ایران اینترنشنال که الان تلویزیون نوظهوری هستش که اکثر کسایی که در بی بی سی دارن کار میکنن، کارمندان اخراجی استعفایی هستن، میرن توی تلویزیون ایران اینترنشنال که تازه نوظهور، یا بی بی سی که خودش میگه ما از آبونمان مردم انگلیس داریم پولمون رو دریافت میکنیم. ببینید من اگر این سازمان جاسوسی نیست که باز آبونمان مردم نه، ببینید سازمان جاسوسی میشه سازمان‌های جاسوسی عربستان سعودی که تلویزیون اینترنشنال ایران اینترنشنال داره پول میده، یا سازمانی به عنوان مثال موساد که قسمتی از بودجه مناطو رو داره تامین میکنه. به هر حال این اسنادی هستش که بیرون اومده. من برای این سندی وجود داره که موساد داره مناطو رو حمایت میکنه. سرچ تو اینترنت بکنن، یا اصلا چرا بخوایم آقا بگیم آقا خارج از کشور، آقا داخل ایران تسنیم فارس دارن از سپاه پاسداران بودجهشون میگن. این دیگه فکر نمی‌کنم دیگه از این تابلوتر وجود داشته باشه. ما اصلا داخلی‌ها رو مثال میزنیم که به مردم هم بر نخوره. اما من حرفم اینه، مگه ما از دیوار مردم داریم بالا میریم؟ آقا هر کسی که از برنامه پشت پرده ناراضیه نیاد برنامه رو ببینه. میان برنامه رو میبینن، بعد سیستم پخشم اینجوری هستش، نمیدونم خیلی دوستان ندارم، یوتیوب پرو کلیک نیست. شما به تعداد دقایقی که برنامه رو میبینید خود گوگل آگهی میندازه. من نیومدم از کسی آگهی بگیرم فلان سایت تبلیغ بکنم بعد فلان سایت کلاهبرداری عذاب در بیاد و 1000 تا منت باشه. من تبلیغاتم اختصاص دادم به خود یوتیوب و خود شرکت گوگل و به اونها گفتم بیاید تبلیغات منو به احاطه بگیرید. من بیزارم از این که بخوام برم از یک سازمانی پول بگیرم. حالم به هم میخوره از این. تیمم، من این حرفو به نمایندگی از تیمم میزنم، امین فردین و تیم امین فردین نه خریدنی نه فروشی. مردم هم اینو توی این 7-8 ماه متوجه شدن. آره فردینی تیمم که میکنید یه جوری حساسیت ایجاد کرده تو مردم. خب ببینید مثلا این تیم چجوری داره با این آدم کار میکنه، مثلا این آدم ها موظف نیستن، یا اصلا دوستاشن داره میگه تیمم، یا مثلا 4 نفر میشناسه میگه تیمم. ببین اینا این واژه‌ها توی مردم یه ذره مسئله ایجاد کرده. خب الان این تیم شما الان شرایطش چیه؟ چجوریه؟ ببینید روز اولی که ما این کار رو استارت زدیم، من از شروع برنامه پشت پرده بگم که اول قرار نبود اسم برنامه پشت پرده باشه. اسم برنامه قرار بود خونه خالی باشه. اسم برنامه اسمشو گذاشته بودیم خونه خالی. به هر حال به اساس فانتزیای فکری که ما چرا خونه خالی؟ چند تا اسم داشت. اولین دلیلش این بودش که یک خونه وقتی خالی باشه هر اتفاقی توش میفته. خب میشه بعد زرد مانندش، بعد اتفاقات زرد پشت پرده. نکته دوم که معمولا اتفاقات عجیب و غریب تو خونه‌های خالی میفته. خونه‌های خالی هم معمولا سرپرست ندارن و در خونه‌های خالی همیشه اتفاقات عجیب و غریب میفته. بعد از اونم یه لوگویی رو ما طراحی کرده بودیم، شبیه صفحه شطرنج بود، سفید و سیاه بود و لوگو برنامه لوگوی شطرنج بود که ما می‌خواستیم بگیم که خونه خالی معنی اون رو میده و ما باید بتونیم مثل بازی شطرنج به مردم یه سری چیزها رو آموزش بدیم. و روز اولی که اصلا رسانه پشت پرده آغاز به کار کرد یک هدف داشت، اونم که آقا ما یک سوادی که داریم، ببین من یه تیمی دارم که مثلا توشون 2 تا وکیل هست، روانشناس هست، ما از اصل اولش از یک گروه واتساپی صورت گرفت. ما یک گروه داشتیم، چند نفر بودیم، دوستان دور هم بودیم و به هر حال خبرایی به گوش ما میرسید، میدیدیم، تحلیل میکردیم و بعد از اون تصمیم گرفتیم که یک رسانه بزنیم.
برای رسانه داشتن خب طبیعتا ما فکرش کردیم خب بهترین بستری که ما میتونیم توش فعالیت بکنیم بستر اینترنتیه. بعد که یکم برنامه رفت جلوتر ما حتی تصمیم گرفته بودیم که اینو یک شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای بکنیم که متاسفانه با بالا رفتن قیمت طلا و یورو ارز خیلی از دوستان ما نتونستن که به حال یه سری از دوستان سرمایه داخل ایران داشتن. از اون خود منم خب یه سری سرمایه داشتم تو ایران، می‌خواستیم بریم که نشد به خاطر اینکه یهو ماشاءالله پول از ایران بیارید که بله. خب به هر حال من یه سری هزینه‌ها رو خب به هر حال من می‌خوام اینجا استودیو بزنم یا بخوام یه سری کار انجام بدم، خب به هر حال من یه سرمایه تو ایران داشتم و میتونستم، نه خود من خیلی مرسومه، شاید خود شما بعضی وقتا این کارا می‌خواستید بکنید در استارت کار. و نکته بعدی هم این که بعد که متوجه شدیم و اتفاقات تلخ برای قیمت یورو و دلار ارز افتاد که واقعا آدم تأسف این قضیه رو می‌خوره که هیچ کسی هم متاسفانه جوابگوی این قضیه نیست و ماشاءالله پولدارا دارن پولدارتر میشن و ضعیفا دارن ضعیف‌تر میشن. ما نتونستیم کار انجام بدیم، تصمیم گرفتیم فعلا تو فضای اینترنت باشیم و یه کار مرسوم هم هستش. حتی رسانه بیان هم داره این کارو داره انجام میده و الان جدیداً تولید محتوا اومده تو فضای اینترنت. مردم دیگه سعی نمی‌کنن توی فضای تلویزیونی باشن. باز این هم ضرر هستش. حالا جلوتر میرسیم که میگیم فضاهای اینترنتی متاسفانه بعضی جاها میتونه آفت باشه برای یه سری افرادی که بی در و پیکر میان توی اینترنت و صحبت میکنن. در خصوص تیم من فکر کنم جواب ندادم. چقدر تو ایران سرمایه چی؟ 50 میلیون. من خودم 50 میلیون تومان داشتم. من خودم 50 میلیون داشتم. اما من 50 میلیون می‌خواستین تلویزیون؟ من نه دیگه. خب به هر حال اعضای تیم من خب یه سری از افراد سرمایه داشتن تو ایران. ما میتونستیم با یک سرمایه 300 میلیون تومانی در 7 ماه پیش تلویزیون بزنیم. با یک سرمایه 300 میلیون تومانی در استارت کار میشد تلویزیون زد. در طبیعتا اون کسایی که فرکانس باز هستن یا کسایی که دارن کار تلویزیون میکنن میدونستن که اتفاق ممکنه بیفته. تازه حالا ما اینا رو بگذاریم که آقا یه تلویزیونی مثل من و تو فقط $1,000,000 به شرکت کننده‌هاش جایزه میده. دیگه چه برسه به اینکه خودشون پشت پرده دارن چقدر پول میخورن. پس طبیعتا ما وقت اومدیم نگاه کردیم دیدیم آقا واقعا هم رقابت کردن با همچین تلویزیون‌هایی خب فکر می‌کنم جدال مثلا یک خرگوش با شیره. خب در استارت کار سعی کردیم در فضای اینترنت باشیم و بیشتر هدفمون این باشه که آقا به مردم دانش آگاهی بدیم. در خصوص تیم هم من گفتم ما یک تیم 10 نفر هستیم که واقعا حقوقی رو از برنامه پشت پرده تامین یا تهیه نمی‌کنیم. نکته دیگه هم به شما میگم، من بنده در حال حاضر تو ایران شماره حسابم ندارم. اجازه بدونید که من همه پولا ماشین داری به نام خونه داری؟ هیچی ندارم توی ایران. نه من هیچی ندارم. خب 5 میلیون کجا نگه داری؟ دیگه دادم داداشم. بنده خدا دست داداشم. آره کسی نداره. من خودم هیچ حسابی داشتم اون قضیه شد. میگن که آقای فردین به مسائل اصلی جامعه نمیپردازه. مسائل اصلی جامعه الان مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختار مدیریتی کشور، ساختار نظام سیاسی کشور. اما خب میره مثلا سراغ چیزای بی اهمیت مثل سلبریتی‌ها و حالا همین افرادی که شما بهشون القاب مختلف دادین و اینا و اعتقاد دارم اینکه شما داری ذهن جامعه رو داری منحرف میکنی با پرداختن به این مسائل. خب به این دسته چه جوابی دارید؟ ببین ما یه اتفاق جالب افتاد قبل از اینکه ما بخوایم سعی بکنیم که رسانه پشت پرده رو راه بندازیم. اگر دقت بکنید تو قضیه دی ماه 1396 بود که یک موجی از جمعیت، حالا با حمایت بعضی از رسانه‌های خارجی از جمله آمد نیوز، یه موجی از جمعیت ناراضی که نسبت به مسائل اقتصادی و بیشتر حالا من به نظر من اقتصادی بود در ایران و اون قضیه تخم مرغ بود توی ایران، از اونجا شروع شد. اگه شما بهتر از من بدونید از مشهد و چند شهر دیگه هم شروع شد. مردم ریختن تو خیابون و متاسفانه بک‌گراند تخم مرغ نبود. آره من آره بعضی جا نقطه زنی میکنم که مردم چیزا یادشون بیاد، وگرنه خب قضیه تخم مرغ نبود. اونو مثال زدم برای مردم که حالا سوء تفاهم یا چیز دیگه برای مردم عزیز ما نشه. ببینید تو قضیه دیما ما اومدیم نگاه کردیم، یه مقایسه کردیم با قضیه انتخابات. سیاسی ترین سخنرانی که در انتخابات صورت گرفت سخنرانی های روحانی در مشهد بود دیگه، که همزمان با آقای رئیسی در مشهد بودن و خیلی لایو جالب بود. هر دو لایو گذاشته بودن در اینستاگرام، چیزی معادل 37,000 نفر داشتن لایو آقای روحانی رو میدیدن. ولی یه دعوای ساختگی صورت گرفت بین آقای هزینه و خزایی که خیلی از مردم نمی‌شناسن که من به اینا القاب فاضلاب دادم. دعوای اینها رو بالغ بر 60,000 نفر داشتن در لایو اینستاگرام نگاه میکردن.
ببینید این رو من توی سواد رسانی تدریس کردم، گفتم به مردم تدریس کردم، من در جایگاهی نیستم که بخوام برای مردم تدریس بکنم. به هر حال به مردم آگاهی دادیم که آقا یه تکنیکی وجود داره به اسم اورلپ و همپوشانی. بعد مردم میونن کامنت میذاشتن میگفتن ای همین فردین همونیه که اومد اینا رو بزرگ کرد. اتفاقا من همون موقع وقتی مصاحبه کردم گفتم آقا چتا اینا لو رفته، دستگاه امنیتی اومدن به اینا گفتن آقا باید به دعوای ساختگی را بندازید که تکنیک اورلپ یا همون همپوشانی صورت بگیره. حواستون باشه مردم، حواستون باشه که الان موضوع اصلی جامعه گرونیه. ببینید طبیعتا دو قشر از مردم تو بحث اعتراضات بیرون میاد. قشری که بیکار هستن و قشری که عملا کاری در جامعه ندارن، یا قشری که از سیستم جمهوری اسلامی آسیب دیدن. بقیه اون کسی که توی سیستم ایران داره هر روز پول در میاره، هر روز داره پول داره میشه، عملا سیستم جمهوری اسلامی خوبه که براش باشه. حالا اون کسی که بیکاره عمدتاً بیشترین زمان خودش رو در یک گوشی میگذرونه، نه چیز دیگه، و به هر حال سعی میکنه که توی گوشی باشه. بعد آقا شما فراخوان اعتراض میدی، مردم بیان بیرون، میاد توی خیابون یه 5 دقیقه شعار میده اوه دعوا شد فلان، آقا بزن اصلا دیگه پدیده. ببین اگر مردم ما اینترنت نداشتن، اگر مردم ما اینستاگرام و فیسبوک نداشتن، تا الان تو طول این 40 سال 10 بار انقلاب شده بود. یکی از عامل‌هاش همین اینترنته. به خاطر اینکه الان اون کسی که تو تظاهرات حالا مثلا داوود دعوای فلانی با فلانی رو ببینه چه چیزی ایجاد میشه؟ ببینید ذهن مردم ذهن مردم رو گمراه کردن یک روشیه که داره مرسوم در رسانه‌ها اتفاق میفته. طرف آقا 2 تا ویدیو میخواد 2 تا تظاهرات شیر بکنه، بگه آقا مثلا قضیه اینو میفرسته برام، یه ویدیو دیگه اومد، یه ویدیو دیگه ترکیبی زد فلانی. ببین میره توی فاز دیگه. شما کافی 1 ساعت توی اینترنت سرچ بکنید، داری مثلا راجع به مبحث سیاسی سرچ میکنی، ببین اینا از بعد روانشناسی، از بعد رسانه‌ای فکر شده روش. حالا یه مبحث دیگه هم وجود داره، بحث اینا. حالا چرا این دعوا ایجاد شد؟ ببینید دعوا از اینجا شروع شد که من توی مستند خودم گفتم، حالا قصد اینجا چون پشت پرده توضیح بدیم راجع به این قضیه، ولی خب یه کوتاه میگم. خب به هر حال یک دعوایی بود که انجام دادن و یک تیم امنیتی از داخل ایران که من چتاش هم نشون مردم دادم و سند رو نشون مردم دادن، اومدن خارج از کشور و به هر حال داوود خزایی که شما کافی 1 میلیون تومان بهش بدید، فردا جلو شما چپ و راست میشه و خم و راست میشه. و اون موقع هم من اشاره کردم که امثال این آدم این حالتی نمیمونن و فردا روز نقش اپوزیسیون رو برای مردم میگیرن. باز این اپوزیسیون شدنشون هم داستان داره. ببینید یه کسی که مثل آقای خزایی وقتی نقش اپوزیسیون رو میگیره چه ضرری رو میزنه؟ آیا به جمهوری اسلامی داره با فحش دادنش به جنتی و خامنه‌ای سود میده یا به اپوزیسیون ها؟ قطعاً به سیستم جمهوری اسلامی ایران داره سود وارد میکنه، داره فحش میده. چرا؟ همه میگن این فاضلابه، این اصلا 2 ریال نمیارزه، داره فحش میده به خامنه‌ای جنتی. پس بقیه اپوزیسیون ها هم شبیه همینن. ببینید اون میشه پشت پرده. بعضیا میگن داره پول میگیره این کارا رو. قطعاً بله هفته ای $1000 من اسم صرافیش رو هم میدونم، نگار میدارم اینجا میمونه. اجازه ندارم تا اعلام بکنم چون داریم مثلا رصدها انجام میدیم، خودشون بیشتر از خود آقای خزایی میدونه هفته $1000 از کدوم صرافی داره پول میگیره و برای چی داره، با چه نیتی داره این پول رو میگیره و قراره چه اتفاقاتی میفته. قصد ندارم این پرونده رو باز بکنم چون میدونم بعدها اتفاقات عجیب و غریبی برای خزایی میفته و میگن آقا این کجا میدونسته. به هر حال اون کسایی که تحلیلگر باشن این مسائل میدونن. و نکته بعد این که ببینید ما اومدیم یک رسانه‌ای باشیم که اجتماعی باشیم. ما در روز اول اومدیم گفتیم ما حداقل تو چند ماه اول، الان هم همینجوری هستیم ولی خب بعضا متاسفانه میافتیم رو ریل این سری خبرها. نخواستیم یک رسانه سیاسی باشیم. ببینید یه سری سوژه ها هست که طبیعتا رسانه‌های برانداز اونها رو برمی‌دارن. مثل آمد نیوز، مثل بیان یا مثل آقای علی جوانمردی، به هر حال رسانه هستن که دارن مبارزه میکنن. یه سری رسانه ها هم داخل ایران هستن که دارن دفاع میکنن. آقا فردا روز من خبر از زن میزنن، خبر از ایکس میزنن، خبر از وای میزنن، میخوان تخریب کنن دیگه، میخوان جواب بدن یا میخوان دفاع بکنن از سیستم حاکمیت داخل ایران. اونها یه جنگ دارن، این وریام یه جنگ دارن. یه سری سوژه این وسط میمونه، مثلا خالی کردن حساب‌های بانکی مردم. خب بی بی سی نمیاد این راجع مثلا سایت شرط بندی سوژه رو از رو زمین ورداره و به مردم بگه، یا خبرگزاری فارس نمیاد این سوژه شرط بندی رو تا بعد از اینکه آقا ما اومدیم بارها این قضیه رو زدیم که بالاخره اومدن یه صحبتی کردن تعقیب توقی خود 700 نفر گرفتن و فعالیتی که صورت گرفت راجع به این قضیه. ببینید سوژه هستن وسطن و رسانه‌ها نمیان برش دارن و اینها داره مستقیما به مردم آسیب میزنه. سایت‌های شرط بندی که حساب مردم خالی میکنه. من آدم رو میشناسم 120 میلیون تومان توی این وضعیت بد اقتصادی مردم داره ضرر میکنه. یک اشاره کوتاه به شما میکنم، سعی نمیکنم باز بکنم. شما میدونید ما چند تا جلسه راجع به سایت‌های شرط بندی تو همین آلمان گرفتیم با یه تیم که خواستیم این قضیه رو در ابتدا باز بکنیم. یه اشاره خیلی کوتاه برای مردم میکنم. دستگاه اطلاعاتی امنیتی
براشون سود داره که سایت‌های شرط بندی باشن، خارجیشون میگم، اطلاعات امنیتی خارجی، که سایت‌های شرط بندی باشن و ایجاد یک هیجان بکنه و حساب‌های مالی مردم خالی بشه، حساب‌های بانکیشون خالی بشه به دلیل نداشتن شغل در ایران و آسیب ببینن مردم و سرشون کلاه گذاشته بشه و ایجاد نارضایتی در بین مردم ایجاد بکنن با خالی کردن حساب‌هاشون. اونها سود میکنن یا دستگاه داخلی؟ از دید من جفتشون دارن سود میکنن، چون بدون ارتباط نداشتن با داخل ایران اینا نمیتونن اینقدر فعالیت گسترده‌ای راجع به سایت شرط بندی داشته باشن. شرط بندی در ظاهرش یک مسئله اجتماعیه، اما وقتی به پشت پردهش نگاه بکنید مسائل اجتماعی و سیاسی رو هم داره در بر میگیره که من سعی نمیکردم تو این لحظه‌ای که با شما صحبت میکنم باز بکنم، بیشتر فقط به مردم میگفتم آقا داره این اتفاق میفته. بعد از یه طرف دیگه حالا خیلی بحث سایت شرط بندی باز شد، اینا دارن هزینه‌های مالی این فاضلاب‌ها رو هم تامین میکنن که این فاضلاب‌ها ببینید آدم دلش نمیسوخت اگر یه شخصی مثل آقای پرویز پرستویی خب میومد تبلیغ سایت شرط بندی میکرد، یه کسی دلش نمیسوخت، یه شخصی مثل افراد فرهیخته دیگه، چرا افراد فرهیخته جامعه تبلیغ سایت شرط بندی نمیکنن؟ چون اونا آگاه هم میدونن چه دیتاهایی رو باید به مردم در رسانه‌هاشون بدن، ولی اینا میان میدن مردم آقا میبینی 1 میلیون 2 میلیون ویدیوش بازدید داره، 1 میلیون 2 میلیون نفر آدم دارن میبینن، سر مردم هم کلا میذاره. که دیروز هم یه ویدیوش اومد بیرون گفت آقا 200 میلیون تومان ما سایت شرط بندی در آوردین آقای خضری. و از طرف دیگه ما سوژه های اجتماعی رو داریم سعی میکنیم با همراه با آموزش و آگاهی به مردم بدیم. تو این سال‌ها چند تا رسانه این کارو برای مردم کردن. خب همین مردم میگن که موضوعات خنثی، یعنی الان اینا درد ما نیست، الان موضوعات شرط بندی و اینا. خب کشور نهاد امنیتی داره، کشور نهاد قضایی داره، میره پیدا میکنه، حالا نهایتا با یکی دو تا خبر، ولی این که پاپیش قضیه بشین میگن که داره ذهن ما رو داره منحرف میکنه. پاپیش قضیه شده، حرف شما درسته، اما تا جایی که ببینید وقتی رسانه ها به یه موضوع وارد نمیشن و بیش از 1.5 میلیون نفر درگیر سایت شرط بندی ان، بیش از 1.5 میلیون، شما میدونید چند نفر به من پیام دادن و سرشون توی سایت شرط بندی کلاه رفته؟ خب اون 1.5 میلیون نفر میتونن برن بازی نکنن. نه ببینید آگاهی بعد صورت بگیره، ببین آگاهی بعد صورت بگیره. آیا رسانه‌های ما داخل ایران آگاهی به مردم دادن؟ قطعا ندادن. حتی من تا 2 هفته 3 هفته داشتم یقه خودم رو تو اون زمان جر میدادم آقا نرید تو این سایت‌های شرط بندی. اینه ببین چون رسانه‌های داخلم نمیگفتن این قضیه رو، یه سری ها متاسفانه گول این قضیه رو من حتی نمیگم 1.5 میلیون نفر، من میگم 5 نفر اگه سرشون کلا گذاشته باشه، امین فردینی که رسانه داره مسئول. نمیگم 1.5 میلیون نفر رو، میگم 5 نفر. یه درس در صدا و سیما به ما داده بودن، گفتن شما باید اخبار برای نشر روایان تولید بکنید، که من این کار بعدها در برنامه پشت پرده خواهم کرد، به خاطر اینکه ناشر روایان قشر کمی در جامعه هستن ولی دیدید یه نفر بعضی وقتا اون گوشه تصویر میذاشتن که برای اخبار ناشر روایان خبر بگه. در بعد رسانه 1 نفرم 1 نفر. من اگه بتونم 1 نفر رو آگاه بکنم وظیفه خودم رو انجام دادم. من که مولا نصرالدین نیستم بخوام به حرف مردم برم جلو که بگن سوار خر مولا شو برم سوارشم، مولا خر سوار امین فردین شو سوار شو برم. یعنی نظرات مردمش تاثیری نداره تو کارت. ببین نظراتی، ببین من نه با تشویق مردم اینجوری که داری میگی یعنی من احترام نمیذارم. نه من کار خودم. ببین مردمی که بخوام با تعریف و تشویق هدایت شده به من خط فکری بدم یا بخوام با فحش و ناسزا به من خط فکری بدم، تیم من قبول نمیکنه. تیم من نظرات رو میگیره. ببینید روز اولی که ما برنامه رو تولید کردیم ما 10 نفر بودیم، الان ما میلیونی شدیم چون آدم‌ها به ما سوژه میدن. چه میلیونی شدیم؟ ببینید به خاطر اینکه نزدیک به 9 میلیون نفر برنامه ما رو دیدن. 9 میلیون توی پروسه 8 ماه. توی پروسه 8 ماه سندش رو میذارم توی این ویدیو. 8 ماه که خب ما الان خواهد اینجوری بخوای حساب کنیم ما الان 9 میلیون آدم منحصر به فرد، نه 1 نفر 10 بار. اون آماری که شما داری میگی 1 نفر 10 باره. 9 میلیون آماری که یوتیوب در اختیار من گذاشته، فقط هم یوتیوب رو دارم به شما میگم. 72 میلیون دقیقه برنامه‌های ما دیدن بازدید خورده. و نکته بعد این که ما از مردم توی بعضی از سوژه‌های خودمون کمک میگیریم. اما اگر بخواد اینجوری باشه که آقا ما نمیدونم داریم یکی به ما بگی که ببین ما به نظرات کل احترام میذاریم، ولی یه آدم میخواد ببین یه چیزی هست مثلا میگذاری شده یه 5-6 نفر آدم جهت‌دهی شده میان این خبر رو به من میدن پشت سر هم و میگن این موضوع رو بررسی بکن، بعدم اینو تهش رو نگاه میکنم اوه این تهش به یه جای دیگه وصله. این اگه من این خبر رو بزنم پشت پردهش قرار فلان اتفاق بیفته. این اسمش در رسالت ژورنالیستی بهش میگن تحقیق خبر.
و من اون ملای نیستم که اون 5-6 نفر بخوان اون خبر رو به من بدن بگم او باشه چشم الان انجام میدم. نه، ما در رسانه‌مون سازوکار داریم. ما بعضی از سوژه هایی که تهیه میکنیم بدون اینکه تیم حقوقی من نمیدن، من نمیدم بالا. میدونید چرا نمیدم؟ خیلی از مردم میگن آره این وصل به سازمان‌های اطلاعاتی از داخل ایران. اولا که اگه ما وصلیم به داخل ایران، چرا کانال تلگرامی ما رو تو ایران بستن؟ تو تلگرام‌های جاسوسی خودشون. خب بعد کانال من باز باشه که به مردم آگاهی بدم دیگه. چرا کانال من فیلتر شده؟ اگه آمد نیوز مزدوره، چرا کانال آمد نیوز بسته شده؟ کانال خودتون چرا؟ خب الان 9 میلیونی که میگی باید توی سابسکرایباتون هم باید باشه دیگه، درسته؟ چجوری 9 میلیون نفر مخاطب شما ولی سابسکرایبتون 40,000 نفره؟ خب به هر حال ببینید بعضیا وقتی میایم ویدیوهای ما رو نگاه میکنن، عدم اینکه بتونن سابسکرایب بکنن، چون خیلی‌ها متاسفانه از توی ایران با فیلتر شکن ویدیوهای ما رو نگاه میکنن. خیلی‌ها میان، خیلی‌ها میرن، خیلی‌ها چون اون ببینید با فیلتر شکن هم میشه سابسکرایب. بله متاسفانه خیلی خوب سابسکرایب نمیکنن. یه نکته وجود داره، ما در برنامه پشت پرده حرفایی رو نمیزنیم که مردم دوست دارن، حرفایی رو میزنیم که مستند. من اگر بخوام حرفایی که مردم دوست دارن بزنم بعد اینجا بشینم، خب مثل بعضی از رسانه هایی که الان خارج از کشورن، یه تعدادی هم دارن نگاهشون میکنن، شما رو مثال نمیزنم اما بعضی از رسانه دارن مثال میزنن، خب و توی وقتی میشینی نگاه میکنی چکیده حرفشون فقط فوشه، نه سندی به مردمش. مثالش رو برای شما میزنم. آقای امیرعباس فخرآورد اومد در برنامه خودش به من گفتش که تو مزدور سپاهی و داری نمیدونم از سپاه و اطلاعات پول میگیری و پول دریافت میکنی. میدید با این حرف چه اتفاقی افتاد؟ بدتر طرفدارای من بیشتر شد، چون اینا یه ذره تفاوت. میخوام ببینم چه معیاری وجود داره این که ببین اپوزیسیون ها معمولا خب حالا از این آقایی که نام بردیم یه بخشش ممکنه حالا یک نمودی باشه که الان وجود داره، قبلا هم همچین آدمایی وجود داشته. تو تلویزیون‌های لس آنجلسی تا یکی بهشون انتقاد میکرد، انواع فحاشی‌ها رو بهش میکردن، انواع برچسب‌ها رو بهش می‌زدن. به نظرتون چی میشه که جامعه به این سمت میره؟ یعنی چی میشه که افرادی که میخوان بیان به ادعای ایجاد دموکراسی در کشور بدترین انتقادها رو میکنن به جمهوری اسلامی، اما کسی رو اجازه نمیدن از خودشون انتقاد بکنه، اجازه نمیدن خودشون رو تو موضع پاسخگویی قرار بدن. من اونجایی که فهمیدم تا اونجایی که میدونم شما هم باهاش با آقای فخرآورد و آقای حسینی درخواست مصاحبه کردید. بله من بارها یه چیز جالب شما بگم، تصویر چت بنده رو در دایرکت اینستاگرام آقای فخرآورد در دور اولی که کانال پیج اینستاگرام من نزده، حالا ما چه اطلاعاتی سپاهی هستیم که پیجمون خورده میشه نمیدونم، قطعا باید سپاهی سایبر ایران پشتمون باشه اگر بخواد اتفاقات نیفته برای ما. اما من با ایشون صحبت کردم و از ایشون درخواست مصاحبه کردم و جالبه اون زمان به من میگفتن تو وزارت اطلاعاتی، بعد کردنش اطلاعات سپاه. آخه بی سواد، تو هنوز فرق وزارت اطلاعات سپاه رو نمیدونی. خب این دوتا ما هم دشمن هم هستن تازه تو داخل. این دوتا رو هم نمیدونه. خب این نکته اول. نکته دومی که ببینید میان به من میگن تو آدم بی شرف فلان اطلاعات سپاهی بی ناموس بی خانواده بی مادر. من مادرم 3 سال ندیدم آقای سم. بارها و بارها به مادر من توهین شده، بارها و بارها به مادر من فحش دادن. آیا کسایی که ادعای آزادی فردای ایرانو دارن، آیا کسایی که ادعای دموکراسی دارن، آیا کسی که بهشون احترام در کمال احترام به کسی بی‌احترامی نکرده بودن؟ من فقط مستند به مردم نشون میدم و حرفام رو با سند به مردم میذارم، ویدیوها رو کنار هم میذارم که آقا مقایسه با خودتون، بعد به مادر من توهین بشه، بعد به خود من توهین بشه. این چه دموکراسیه؟ شما فردا روز اگه قدرت رو بگیره آقای فخرآورد، آقای سید محمد حسینی و طرفدار استار، شما از آخوندها بدتر خواهید شد. آخوندها شیشه نوشابه کردن توی فلان جای مردم، شما لوله پولیکا برمی‌دارید انجام بدید. داریم ما می‌بینیم طرفدارتون رو، داریم وحشیگریاشون رو می‌بینیم. آقا اومده به مردم میگه که برید با آخوندها حمله بکنید. مگه همه آخوندها بدن؟ به والله من ببین بله یکیشون اومده گفته نه نمیدونم ما باید آخوندها رو فلان بکنیم و اسم نمیبرم، آخوندها رو بگیم تیکه پاره بکنیم و بهشون حمله بکنیم. من اسم ببریم بدونم، من نمیدونم کیه. آقای سید محمد حسینی خب مشخص اومدن گفت آقا نمیدونم بعد به آخوندهای پوفیوز با همین لحن واژه‌های بی‌ادبانه. آقا اگه شما میخواید یک اپوزیسیون باشید، مگه اپوزیسیون شدن در کمال ادب اتفاق نمیافته؟ من آخوند برای شما مثال میزنم، آقای کمیل نظافتی از 4 تا از این آخونده از این اپوزیسیون‌های فوکل کراواتی بهترن. همین آقای کمیل نظافتی طرفدار حقوق حیواناته. برید تو اینترنت سرچ بکنید فعالیت این بنده خدا رو ببینید.
برید نگاه بکنید مگه خیلی از آخونده خوب هستن. من آخونده لباس برش میره کشاورزی میکنه. بله من خودم دیدم جوشکاره نقاش هست. چه ربطی به لباس داره؟ ببینید متاسفانه ما میمونه مثلا یه بیمارستان یه کار خطایی بکنه، بعد بگین که خب فردا باید بیا بیمارستان همه دکترا رو بگیری، هر کی لباس دکتری داره بگیری آتیش بزن. یعنی متاسفانه. حالا چند سال تو اپوزیسیونی شما الان؟ یعنی چند سال تو فضای اپوزیسیون؟ ببینید من خودم رو اپوزیسیون نمیدونم، همینجا رسما به مردم اعلام میکنم ما رسانه پشت پرده هستیم. من ویدیوم اینجا رکورد میشه و سالیان سال در اینترنت خواهد بود. اینترنت فضایی هستش که همه چیز درونش ذخیره میشه. نه فردا من ادعای لیدری خواهم کرد، نه قصد دارم لیدر باشم، نه علاقه‌ای به لیدر شدن. چی؟ من جزئی از مردمم آقای خب مردم خیلی هاشون چپ خیابونن، پرچم دارن. من دنبال این نیستم که ببین قدرت فساد میاره. امین فردین اگه همین الان نماینده مجلس ایران بود دزد بود. به جان خودم راست میگم. نه چرا ساختار درست، ساختار سالم قدرت فساد نمیاد. قدرت باعث کمک به مردم. خب ببینید داستان همینه. متاسفانه ما الان ساختار سالمی در سیستم اپوزیسیون نداریم. ساختار سالمی نداریم در سیستم اپوزیسیون. همشون خب چرا مواجب پول دارن چی میگن، یه واژه همینجوری هستش، میرن پولای خودشونو میگیرن، بیان توضیح بدن به مردم، شفافیت مالی برای مردم داشته باشن. منابع مالیشون از کجا میگیرن؟ اگه وای به حال اون لیدر اپوزیسیونی که بره از یک سازمان جاسوسی پول بگیره، بره از یک سازمان خارجی پول بگیره. من اسم نمیبرم، لزومی هم نداره برای مردم اسم ببرم، مردم خودشون آگاهن و میدونن. اما حرف اینه اپوزیسیونی که میره از یک سازمانی پول میگیره آیا میتونه روی مردم خودش حکومت بکنه؟ وقتی تو رفتی از امریکا پول گرفتی، فردا روز اگه به قدرت تو ایران بگیری، خب هر چی که اون امریکا بگه میگی چشم. تو رفتی خب خیلی میگن همین روحانیت هم که سر کارن قبل از انقلاب با کمک سرویس‌های مختلف قطعا. بعد قضیه مکفارلین چی شد؟ مکفارلین چه اتفاقی افتاد براش؟ خط گرفته بودن و اون فاجعه مکفارلین اتفاق افتاد دیگه در کشورمون. و بعد از اونم خیلی هم دیل داشتن با سرویس‌های مختلف، با اسرائیل، با آمریکا. یعنی اصلا تو آمریکا الان خیلی هم معتقدن میگن آمریکا باعث شده 40 سال جمهوری اسلامی بمونه. الان 2 ساله. میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر وجود همین اپوزیسیون هاست. به خاطر اینکه سر بزنگایی که مردم ما مشکل فقر دارن، مشکل گرونی دارن، مشکل اقتصاد دارن، این آخوندهای فوکل کرواتی، آخوندهای فیک پلاستیکی، شمشیر پلاستیکی، یک دعوای ساختگی، خبر ساختگی رو برای مردم پروموت میکنن که مردم از اصول، از بیس اصلی که راجبش اعتراض کردن خارج میشن. آیا مشکل الان مملکت ما به قول آقای احمدی نژاد مشکل حجاب و مشکل حجاب اجباری در کشور، مشکل اقتصادی؟ های فخرآور جواب منو بدید شما. آقای زم میگم فخرآور، چه نمیدونم اسمشون اومده تو زبانم. آقای زم الان مشکل من منم ارتباطم به شما همین بود که آیا مشکل مملکت ما الان اقتصادیه یا نه؟ خب اقتصادیه. شما چرا به موضوعات خنثی میپردازید؟ نه بارها هم شده. ببینید بارها هم شده که ما به موضوعات اقتصادی پرداختیم. ببینید یه چیزی وجود داره، شما باید وقتی میخوای یه کار رسانه‌ای درست بکنی، وقتی مثل یک کار کشاورزی میمونه، باید علف‌های هرز رو کنار بزنی. تا وقتی علف هرز در فضای رسانه‌ای وجود داشته باشه، شما هیچ وقت نمیتونید کار رسانه‌ای بکنید. وقتی که مردم ما دارن اعتراض میکنن، میزنت میاد خب دختران خیابان انقلاب. آیا موضوع اصلی الان دختران خیابان انقلاب یا بحث اقتصادیه؟ چرا هیچ کدوم از این آدم اونم بخشی از من مثال میزنم. خانم مسیح علی‌نژادی که همه میگن آقا نمیدونم شما جیره‌خور ایرانی و فلانی داری راجع به خانم مسیح علی‌نژاد انتقاد میکنید. به من خیلی این اتفاق صورت گرفته. خانم مسیح علی‌نژاد بیاد لیست بکنه چه کار مثبتی برای دختران ایران کرده، لیست بکنه. آیا دخترانی که تن فروشی میکنن، اون $400,000 که از بنیاد BBG گرفت، شما هم در مصاحبه با من اعلام کردی که این مصاحبه رو تولید برنامه‌اشه و من بعد از اون قضیه و میدونستم، یادم رفت توی اون تحلیل با شما صحبت بکنم اینو بگم، این $400,000 که از بنیاد BBG گرفت برای کمپین دختران خیابان انقلاب بود و برای امثال این کمپین ها و اون بودجه که از صدای آمریکا میگیره جداست. البته اینو جمهوری اسلامی اومد برید، نهادهای امنیتی و صدا کجا بود بریدن، گفتن من دارم میگیرم ماهی 20,000 نه یعنی اینو مقدس کردن. ماهی 20,000 من راجع به خودم دارم میگم 4 میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم این پول ماده. چه کاری برای مردمش کرد؟ بیاد لیست بکنه. مگه این پولو نگرفتی؟ چی کارش کردی؟ شما که هیچ پیشینت تو ایران مشخصه خانم مسیح علی‌نژاد،
یه عکس بی‌حجاب از شما پیشینه همه نه نمیشه که گفت کسی که پیشینه‌اش حالا یه چیزی دیگه بوده آدمو تغییر میکنن. خب بله من نمیخوام دفاع بکنم، خب اما آدم‌ها بالاخره تغییر میکنن. الان آقای خاتمی که به فرض الان بوده سال 64 65 که مردم از دست وزارت ارشاد خاتمی سال همون موقع بود دیگه، آره دیگه، از دست وزارت ارشاد خاتمی ویدیو قایم می‌کردن، لا تکو می‌بردن، همون خاتمی اومد منادی آزادی سیاسی شد. همین خاتمی بزرگترین خیانت رو به همین آقای خاتمی آقای خاتمی بزرگترین خیانت رو به دختران ایران کرد. کسی این قضیه رو میدونه؟ خیلی از این خاتمی کسی بود که طرح اسکورت سرویس و تجارت دختران ایرانی که به دبی انجام شد و پروندهش رو مختومه اعلام کرد. به روزنامه‌های اون سالا و مستند اسکورت سرویس منو ببینید متوجه میشید که آقای خاتمی چه خیانتی به مردم کرد. دولت آقای خاتمی بله اون سالها قضیه ویدیو هم بود. این آدمی که الان ادعای روشنفکری داره ما بهش میگیم آخونده کرواتی. خب من میگم مثلا فردی مثل مسیح علی نژاد، فردی مثلا شاید مثل خود من، فردی شاید مثل خود، حالا شما که الان تو موضع ماها نیستیم ولی فردی مثل ماها خب ممکنه پیشینش حالا ما که حالا نه جنایت کردیم نه پول مردم خوردیم نه غارت کردیم این چیزا که نبوده، ولی خب بالاخره ممکنه تغییر بکنه، انسان به سوی کمال میره. حالا جراحان خب بله این تغییر رو ما اونو ول میکنیم. آقا بیاد توضیح بده برای مردم. من سوالم اینه، اولا که چرا با من مصاحبه نکرد؟ در رفت وزیر مصاحبه دلیلم داشت، در رفت میگفت من آدم فلانی هم نمیام با تو حتی من نگفت، جرأت هم نکرد با من صحبت بکنه. 10 تا مستند الهی ساختم. جالبه مستند منو فارس میدزدید، خبرگزاری فارس به اسم خودش میزد، بعد میومد. ببینید برید پستای مسیح نژاد ببینید، به مردم کد میدم. پستایی که راجع به دختران خیابان انقلاب میذاره ترجمه انگلیسی هم زیرش میذاره، چون اون کسایی که بنیاد بی بی جی رو دارن و به این آدم بودجه میدن نگاه میکنن و ایشون ترجمه انگلیسی میزنه. اما پستی که من آبروشو بردم خانم مسیح نژادی که پست تکراری میزد و از تکنیک مچکات استفاده میکرد، حالا بماند و بعدها توضیح خواهیم داد، و گفتیم اومد خبر منو پوشش نداد، فارس که زد اومد خبر زد آره فارس داره سپاه پاسداران داره چنین میکنه و چنان میکنه. اما حرف اینه آقای زم، این آدم چرا نیامد توی خبر خودش زیرنویس انگلیسی رو برای اون خبر بزنه؟ داره که گندش بالا میومد که بفهمم سی ترنسلیت داره دیگه، سی ترنسلیت داره. بله ایشون یکم فکر کنم آیکیشون به این قضیه نرسیده بود که سی ترنسلیت داره یا نداره این قضیه. خب ولی حرف اینه که چه کار مثبتی رو برای مردم انجام بده، لیست بکنه. آقا بگه مثلا من جلوگیری معتقدم داره بخشی از مطالبات ببین جامعه بخشی مطالبات چی بوده؟ مردم به خاطر گرونی اومده بودن بیرون، این آدم اومد به چرخ تا به چرخی ما رو انداخت، این آدم اومد کمپین خیابان انقلاب رو انداخت، عملا مردم از ذهن خودشون رفت به یه سمت دیگه که بعدش هم ببینید منابعی از الان مسئله اینه که شما الان که تو موضوع اپوزیسیون نیستی که بله. اما داری در قالب اپوزیسیون صحبت می‌کنی. شما خودت میگی من اپوزیسیون. در قالب اپوزیسیون یعنی چی؟ من دارم میگم آقا رسانه‌ها دارن دروغ میگن، در قالب اپوزیسیون دارم صحبت میکنم. من دارم میگم سر مردم داره کلاه گذاشته میشه، دارم در قالب اپوزیسیون صحبت میکنم. منی که اومدم شبنم نعمت‌زاده دختر نعمت‌زاده رو لو دادم که این آدم مافیای داروه و بعد از اون دستگیرش کردن، در قالب اپوزیسیون دارم صحبت میکنم. شبنم نعمت‌زاده قاچاق داروش مسئله اقتصادی در داخل ایران بود. آقای مفتاح رهنورد، میثم رضایی که سر مرز بازرگان دستگیرش کردن کی اولین نفر این قضیه رسانه کرد؟ رسانه پشت پرده. یا حتی مسئله سکس توریسم در مشهد رو که خیلی ما رو ربط میدن به آقای رئیسی، کی اومد این قضیه رو سکس توریسم رو صحبت کرد؟ خب همین این شایعه رو ایجاد می‌کنه که شما با یه بخشی داخل در ارتباطی. ببین داشتن منابع، هر کسی هر منابعی رو داره. من منابع امنیتی اطلاعاتی دارم، برید تو ایران بگیرینش. منابع خبری فرق میکنه با منابع رانتی. منابع خبری رو همه دارن، خود شما هم دارید. شما چرا نمیاد منابع خبری خودتون رو لو بدید؟ هیچ خبرنگاری در دنیا نمیاد منابع خودش رو لو بده. حتی شما رو پلیس امنیت فرانسه هم بگیره ببرد بالای چوبه دار، شما اجازه نداری منابع خبریتون رو لو بدی، چون جون اون آدم در خطر میفته. ببینید ما داریم اینجا لیست میکنیم. من بعضیاشون من دو تابعیتی آقای روحانی رو اولین رسانه‌ای که رسانه‌ای ویدیویی کرد کی بود؟ نمیدونم قضیه مدرک تحصیلی تقلبی این آدمو کی اومد رسانه‌ای کرد؟ یا قضیه شهردار تهران آقای نجفی رو کی اومد رسانه‌ای کرد؟ ببینید حرفا اینه دیگه. ببین الان یه بحثایی که الان وجود داره اینه که شما خیلی راحت از روحانی انتقاد می‌کنید، خیلی راحت از خاتمی انتقاد می‌کنید، خیلی راحت از دولت یا اصلاح طلبان انتقاد می‌کنید، ولی می‌ترسید سمت قانون. ببین ترس شما چی معنی بکنید؟ الان شایعه بیشتر ایجاد میشه که ببین الان به شما عرض میکنم داری با یه بخش اقتدارگرا داری
کار میکنیم برای زدن روحانی، برای زدن دولت. ما مثلا ما همه رو میزنیم، برای ما فرق نمیکنه. ما آقای خامنه‌ای میزنیم، تا بچه‌شو میزنیم، تا جنتی شو، خاتمی شو، همه رو میزنیم. الان به شما بده رسانه پشت پرده. ببین نظرها و روش‌های کاری با هم دیگه فرق میکنه آقای زم. سند و مدرکی که شما میزنی رو من نمیتونم تایید بکنم و رسانه‌ای بکنم. این یک. شما از منابع خود استلام کردی، من از منابع خودم بعضی از سندها رو استلام میکنم، فتوشاپ عذاب در میاد. آیا ببینید من پشت من آدمای امنیتی اطلاعاتی سیاسی نیستن، پشت من در کشور آلمان هیچ آدم گنده نیست، من آقازاده و فلان نیستم. من یه آدم عادی ام که رسانه دارم. فردا روز اگه از من داخل کشور آلمان به جرم انتشار اخبار کذب و دروغ شکایت بشه، آقای زمیت به من پاسخگوه؟ نه ببین الان این که حالا داریم وقت میکنی به آقازادگی ربطی نداره. اینا بخوام بزنن خود آقاش هم میزنن، آقازاده اصلا نه ببین من سیاست رسانه خودم دارم. ما بارها سند از خود مجتبی خامنه‌ای هم دستمون رسید، از خود آقای خامنه‌ای، به خاطر اینکه استلام کردیم فیک و فتوشاپ در اومد. آیا کسی اینو میدونه؟ آیا کسی میدونه مجتبی خامنه‌ای؟ ببین من اومدم بارها گفتم اگر سند و مدرک به ما برسه شخص آقای خامنه‌ای رو هم مورد انتقاد قرار میدیم. بعد اومدم ویدیو گذاشتم ما سند کرسنت رو منتشر کردیم. بله شما کی سند کرسنت رو به من دادی؟ به خود شما هم به من دادی. اگه یاد باشه من بهت گفتم سند باشه، شما سند کرسنت رو برای من توی تلگرام فوروارد کردی، درسته؟ من اومدم با تیم مطرح کردم. اولا که هنوز وقتی یک موضوعی در حالت ابهام قرار داره و تایید نشده نمیتونی بزنی، این یک. دو، وقتی که خبری که سوخته، خبری که بقیه رسانه ها زدن، من نمیتونم رو بقیه رسانه ها اسکی برم که. این موضوع دوم. موضوع سوم، ما در سیستم خودمون همه چیز رو استعلام میکنیم. آیا تا الان تونستن یک دونه دروغ و یک بار مچ برنامه پشت پرده رو در جهت انتشار اخبارهایی که بتونن فتوشاپی باشه یا سند باشه بگیرن؟ ببین حرف اینه، ما سعی میکنیم. بله من به شما گفتم بارها، یاد باشه ما هم صحبت کردیم، گفتم آقا اگه سند راجع به آقای خامنه‌ای به دست بنده برسه، من اولین رسانه‌ام که منتشر میکنم. ولی من نمیتونم آقا خبری که آمد نیوز زده من بزنم. میدونی فردا چی میگم؟ یا اسکی رفت از آمد نیوز. خود شما هم بوده دیگه. ولی بخواد سندی صورت من رسما اعلام میکنم. یک سال قبلش بعد صدا اومد آقای فلاحتی هم خوشش اومد از دستات اینو بیا کاملش کن با هم دیگه بریم. گفتم شما سندهایی رو که منتشر میکنم آقای زم، من نمیتونم استناد رسانه‌های دیگه قرار بگیره، اسکی رفتن نیستش. نه ببین من الان جمله مثلا شما خبر تهیه میکنه 4000 تا رسانه‌اش اینو عیناً کپی میکنه میزنه، یعنی بدون اینکه باب جا بجا. من پشت پرده‌ام، من خبرگزاری دیگه نیستم. خبرهای مهم رو در خصوص دایی آقای خامنه‌ای کدوم رسانه اومد صحبت کرد؟ آقای میرداماد. دایی آقای خامنه‌ای موضوع مخالف داره نسبت به نه به هر حال آقا چرا نمی‌رین قضیه چرا رسانه داخل ایران قضیه نمیدن باز بکنن برای مردم؟ چرا رسانه خارجی علیه دایی آقای خامنه‌ای اینو مطرح دادن؟ چرا رسانه خارج از کشور چرا خارج از کشور راجع به این قضیه صحبت نکردن؟ حرف این آقای زم، ما اگر سندی داشته باشیم منتشر میکنیم، ولی سندمون باید دست اول باشه. شما بارها خودت هم میدونید قضیه رو. ما سند دست دوم در رسانه‌مون منتشر نمی‌کنیم. این یک. دو، اینکه ما در رسانه‌مون فحش دادن بلد نیستیم. من بیام بگم خامنه‌ای دزد، نمیدونم خمینی دزد، خاتمی دزد، روحانی دزد. ما سعی می‌کنیم دزد بودن رو با سند نشون بدیم، نه اینکه با زبون بیاریم. سیستم روش خودمون هم داریم و تا الان هم موفق بودیم که شهردار رو زدیم گرفتن، شرط بندی رو زدیم گرفتن، مفتان ارنورد رو زدیم گرفتن، شبنم نعمت‌زاده رو زدیم گرفتن، صندوق صدقات و حتی اینو بگم قضیه کمیته امداد و صندوق صدقات رو کدوم رسانه اولین بار اعلام کرد و خیلی گسترده به این قضیه تو 40-50 دقیقه صحبت کرد و دزدی‌های کمیته امداد رو گفت. کمیته امداد مگه زیر نظر بنیاد رهبری نیست در ایران؟ رسانه پشت پرده این کار کرد. چجوری نمی‌دونن اونو بگن که آقای فردین مثلا رو تیم پشت پرده راجع به آقای خامنه‌ای گفته برید که کساد زیر مجموعه منم کار بکنم. بله ما داریم کار می‌کنیم، ولی سند، من حرفم سنده. بعد یه عده میان چیکار می‌کنن؟ میان با آیدی فیک خارج از کشور زیر پیج هم می‌نویسن تو مزدور جمهوری اسلامی راجع به خامنه‌ای بزن. میگم اوکی سند داری بذار رو پیجت، اسکرین شات میگیرم میذارم به عنوان سند منتشر می‌کنم. حاضر نیستن این کارو بکنن. حاضر نیستن. آقا من میشم آقای زم، شما یک بار منبع از دفتر رهبری بگیر، شما منابع خیلی خوبه، خب منبع بگیر
بده به من استلام میکنم، تایید شد من میزنم، شما نزن. قول گرفتیم دیگه. الان دیگه تو تصویر شما بگو آقا مجتبی خامنه‌ای اینجا دزدی کرده، اینم شماره حسابش دویچه آلمان باش داشته که من دارم اون حساب دویچه آلمانی که شما زدی من دارم در آلمان استلام میکنم، ولش نکردم که. فردا روز اگه بدونم آقای زم اون حساب دویچه آلمان رو دروغ گفته، تعارف با آقای زم هم ندارم، میگم آقای زم اینجا دروغ گفتی ها، اینم سندش مردم. اینا براش شاید هم منبع فتوشاپ کرده به مردم گفته. فکر نکنید ما اینجا میشینیم بیکار مثلا او خبر اومد از رهبری بچا 2 تا خبر بزنیم کاور کنیم. مگه مال بابامه؟ واقعا تو حرفات گفتی میترسم از که ازم شکایت کنن بیرون. ببین بی سند آقای زن، بی سند. من اگه سندم داشته باشم تو این همه آدم داره بیرون انتقاد میکنه با خامنه‌ای. اون همه آدم رسانه ندارن به خاطر اینکه کسی حرفشون رو قبول نمیکنه. 4 تا این اپوزیسیونای فیکن دیگه. 40 سال همین غلطا رو کردن که کشور اینجوری شده دیگه. مردم دیگه به اپوزیسیونا اعتماد ندارن. بله چون اطلاعات مینگذاری شده هدفمند بهشون دادن، بعدش هم رفتن توی صدا و سیماشون ببینید اینجا داره دروغ میگه به مردم. چرا تو صدا و سیمای ایران تا الان برنامه پشت پرده رو بهش حمله نکردن؟ من صدا و سیمایی بودم بهم حمله نکردن. صدا و سیما اولین خبرایی بود که من صدا و سیما رو شستم گذاشتم کنار. یا من راجع به سپاه چند روز پیش صحبت کردم و خانواده من رو تحت فشار قرار دادن توسط وزارت اطلاعات استان خوزستان. آیا من بعد ببین قضیه برام مردم رسانه‌ای بکنم کلاسه؟ خب چرا نمیگی به مردم؟ آیا این نه من دارم فعالیت رسانه‌ای برای مردم میکنم. دوست ندارم مردم درگیر فعالیت حاشیه‌ای بشن. در قالب فعالیت رسانه‌ای به واسطه شغل شما خانواده مورد تعرض قرار گرفت. مورد تعرض قرار گرفتن. اما من دنبال این حاشیه‌های این تیپی نیستم که خیلی از این اپوزیسیون‌ها رفتن خارج از کشور مصاحبه آره منو نمیدونم فلان گرفتم. آقا من نمیخوام. من رسانه‌ام یک رسانه انتشار کننده خبر با اسناد. چرا تا ببین بارها یارو هم اپوزیسیون فیکه توی سوئد و از یارو فلانی توی امریکا و از فلانی توی انگلیس توی تلویزیون‌های داخل ایران انتقاد شده، خارج از کشور هم انتقاد شده. چرا توی این 8 ماه گذشته سندی از برنامه پشت پرده بیرون نیامده؟ به خاطر اینکه من در برنامه‌ام سعی نمی‌کنم از هوشم استفاده بکنم، سعی می‌کنم از علم ژورنالیستیم استفاده بکنم. آقا میگی من مزدورم، سندشو به مردم نشون بده. میگه من فلان کارو کردم، سندشو به مردم نشون بده. مگه ببین کسی که میگه مزدور یعنی یه سری آدما به مازوخیست دارن، یعنی انگار مثلا یعنی میاد برنامه رو میبینه یا میاد تو صفحه آدمای دیگه حضور داره، بعد که استفادهشو میکنه بهرهشو میبره فوشش هم میده و میاد بیرون. ببین خیلی هم میگن که شما مثلا خب برای مزدور که سند نیستش که میگن ما میدونیم جاسوسه، ولی برای جاسوس سند جاسوس سند بخواد بذاره که جاسوس نیست که دیگه میسوزه. مزدور رو من به شما مثال میذارم. مزدور اونیه که میاد جلوی دوربین و مردم میگه آقا برید توی خیابونا 100 تا 120 نفر رو از امروز بکشید. شاقش هم میخوره، باد معده‌ش هم میده، توی امریکا هم نشسته جای گرم و نرم، طرف میره تو ایران میگیرنش میبرنش، بعد میگه که فلانی چرا همچین فراخوانی دادی، طرفو گرفتن انداختن تو زندان. انقلاب کردن که بی مزد و چیز نیست. انقلاب آقا تویی که اپوزیسیونی چند تا مدرسه برای مردم تو ایران ساختی از همون پولایی که گرفتی. تو برو مدرسه بساز برای مردمی که دردشون مدرسه است که وظیفه جمهوری اسلامی نمیسازه. تو برو براشون بساز. جمهوری اسلامی اگه خرابش کرد تو بیا رسانت بگو من مدرسه ساختم جمهوری اسلامی خرابش کرد. شماهایی که نشستی تو اپوزیسیون که کارش سازندگی نیست. پس کارش چیه؟ اپوزیسیون کار مبارزات سیاسی میکنه ولی مبارزات اجتماعی هم باید برای مردمش بکنه. مبارزات اجتماعی می‌کنی، شما باید فعالیت اجتماعی هم برای مردمت بکنی. شما که فردا می‌خوای لیدر یک مملکت بشی، شما اول اپوزیسیونی، شما اول اپوزیسیونی، بعد فردا روز می‌خوای بذاری جا صندلی بذاری جا صندلی آقای خامنه‌ای، بعد برای مردمت کار بکنی. الان که نذاشتی کار بکنی، الان خب جان بعد اون که داره کار میکنه از منابع کشور دستشه و پول صادرات پول وارد مفت داری میگیری، عوارض و واردات اینا رو میگیرن، مالیات مردم رو میگیرن، کشور سازنده رو. من دارم میگم شما کار مثبت برای مردمت بکن. شما نکردی هیچ کار مثبتی برای مردمت. نشستم زلزله زد 1000 تومان کمک مردمت کردی. اونجا میگی زلزله رو نمیدونم فلان چیز و فلان اتفاق افتاده. اون اپوزیسیونی که خارج از کشورن دقیقاً مثل نماینده‌های بی مصرف داخل کشور میمونن که 2 ریال ارزش برای مردم ندارن و فقط بلدن حرف بزنن. من لیست کردم برای شما، من شمردم موقع دیدم ما 15 16 تا گزارش زدیم. شما خیلی این کارا رو کردید، من دیدم که ریختی جمهوری اسلامی رو به هم.
و جلسات میگیرن در شورای امنیت و جای شورای عالی کشور و جای مختلف، شورای تامین استان. خبرش به شما میرسه؟ بله خبرش به ما میرسه. ولی حرف اینه آقا تویی که مثلا میخوای به یه حرکتی بزنی، شما که میای برای مردم میخوای چه کار مثبتی کردی؟ کجا مثلا یه دردی از دل مردم جمع کردی؟ هنر نیست من بشینم اینجا بگم آقا فردا بریزید تو خیابون فلان کارو بکنید. یه دردی از مردم دوا میشه. همین اپوزیسیون ها اگر کارشون درست بود ما الان 40 سال این بدبختی رو نداشتیم. خب الان شما میگید که حالا بذارید از فضا رو عوض کنیم. الان قضیه کنکوریا چی شد بالاخره؟ قضیه به کجا رسید؟ این تقلبایی که تو کنکور شد مثل سوال بله خیلی از دوستان به من سوالاتی پرسیدن. متاسفانه یه چیزی هم که واقعا درد دل همه رسانه ها هست همین آقای زم. خیلی فکر میکنم ما توی ایران رئیس جمهوریم. خب من تا جایی که تونستم این قضیه رو پیگیری کردم، حتی زنگ زدم به نماینده مجلس و ازش سوال پرسیدم. نماینده مجلس گفت آقا جان من تنها راهش اینه که اینا بعد از طریق سایت اعتراض بکنن. ما عین وایس رو ضبط کرده بودم، بنده خدا هم به من گفت تو خارج از کشوری و فلان، آقا قطع کن کار دارم. مثلا ما از خارج از کشور زنگ می‌زنیم تن اینا میلرزه از داخل. و داستان این هستش که این بنده خدا کنکوری ها بعد اونجوری اعتراض می‌کردن. منم خیلی جدی این قضیه رو پیگیری کردم. به هر حال این سوژه‌ای هستش که واقعا کف زمین میمونه. آیه زمین هیچ کدوم از رسانه‌ها ور نمی‌دارن از رو زمین. ما مثلا ورداشتیم سوژه کنکور رو، ما ورداشتیم سوژه شرط بندی رو ورداشتیم. و حالا خیلی از دوستان من میدونم که خیلی مشکل دارن راجع به کنکور و واقعا ما از ماهای قبلش هم هشدار داده بودیم، گفتیم آقا داره تقلب میشه توی بحث مدارس. که بعد رسانه راجع به اینم بگم راجع به تقلب در کنکور و مدارس هم اومد واکنش نشون داده که ما توی رسانه‌مون اعلام کرده بودیم این قضیه رو. ولی خب تا اونجا ما میتونیم جلو بریم که آقا یه واکنشی رو داشته باشیم داخل کشور. دیگه ما دیگه بیشتر از اون فکر نمی‌کنم دیگه بلد باشیم جلوتر بریم. حالا اونم یه هنری داره که موضوعی رو مطرح بکنید بعد یه واکنش تو کشور بلند بکنه و یه هنر خیلی خاصی داره که ما بارها سعی کردیم کارو انجام بدیم ولی خب بیشتر ما عملگرا هستیم. تا امروز من یه خبر زدم توی کانالم و گفت یکی از مردم از من پرسید که وضعیت جامعه رو چجوری می‌بینی. حالا نمی‌خواستم بگم ولی میگم حالا جالب باشه برای دوستان. گفتم که تا اسفند ماه وضعیت جامعه به سمت فاجعه خواهد رفت. بعد اومد برام نوشت که بنده خدایی نوشت سیاست پدر مادر نداره، یه دفعه ممکنه تا اسفند ماه همه چیز درست بشه. گفتم من حاضرم به خاطر این خبر ضایع بشم اما مردمم اون یورو و دلار 4000 تومانیشون رو داشته باشن. آقا من ضایع بشم اشکال نداره، من خبر رو زدم، من ضایع بشم. ای کاش با ضایع کردن ما یه چیزی ارزون بشه. آخه الان فردا برگردیدن چه اتفاقی برات میفته؟ چیکار میکنه؟ خود شما اگه برگردیدن چه کار میکنن؟ من دیگه رد کردم. من دیگه حد رو رد کردم. شما حد رو رد نکردی. چرا فکر میکنی حد رو رد نکردم؟ خب حداقل تو برآوردها تو نظرات مردم تو سوالات مردم برآوردهای وقتی که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ایران خانواده منو میبره شما چی فکر میکنی؟ چند روز پیش آدرس خونه خواهر من، جالب تازه خونه خریده بود بنده خدا، برای من فرستادن. آدرس خونه اون یکی خواهرم، حتی آدرس من توی آلمان برای خودم فرستادم. برای شما فرستادن؟ برای خود من یه بنده خدایی فرستاد. که چی؟ تهدید کرده بود. اگه باشه اسکرین شاتش میگیرم برای مردم میذارم چون نگه داشتم دارم اسکرین شاتش. آیدیش هم میذارم اگه خواستم فوروارد که نمیتونم بکنم تو کانال چون به هر آدرس خونه خواهرم هم هست. به خود شما هم حمله کردن تو آلمان؟ بله چند روز پیش در شهر کلن آلمان به من حمله کردن و داره به هر حال من قصدش این قضیه رسن که حالا به هر حال دیالوگی صورت گرفت و گفتیم به شما چند وقت پیش و این قضیه رو پلیس فدرالی آلمان داره پیگیری میکنه و من سعی میکنم این چیزا رو رسانه‌ای بکنم مثل بعضیا نیستیم. چجوری حمله کردن بهتون؟ ولی من اینجا نمیخوام کیس دادگاه به کسی بدم، قطعا هم لزومی نمیبینم بخوام به کسی پاسخگوی این قضیه باشم و سعی میکنم که اون دستگاهی که بهشون ربط داشته باشه این قضیه برای اونها توضیح بدم و دادم و اونها فکر میکنم که در چماچون قضیه باشن بهتر هستش چون این مسائل فکر میکنم مسئله امنیتی و شخصی هستش و سعی میکنم که من توی مسائل شخصیم رو قاطی مسائل اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای خودمون نکنم. چجوری حمله کردم به شما تو آلمان؟ من گفتم توی مبحث قبل از اینکه این وله رو ببینیم راجع به مسائل خصوصی خودم سعی نمی‌کنم به مردم پاسخگو باشم و چون به مردم فکر نمی‌کنم این مسائل خیلی براشون مهم باشه که داره چه اتفاقاتی میفته پشت پرده و
این مسائل رو سعی کردم من حالا پرونده بکنم و نگه دارم. قطعا بعدها با این پرونده ها ما کار داریم نسبت به اون افرادی که به بنده حمله کردن. یعنی میشناسین که حمله کردن بهتون در اومده؟ نه متاسفانه نمیشناسم. ولی پس چجوری پرونده کردین بعد با این افراد به حال دوربین هایی که اونجا ضبط بودن و تصاویری که گرفتم، چون توی آلمان تصاویر دوربین خیلی زیاد هست در خیابون ها و من ساعت و علت حادثه و دقیقاً چه زمانی داشت این اتفاق میافتاد رو اعلام کردم پلیس و داره قضیه پیگیری میشه و آلمان کشور قانون هستش. من بارها گفتم و قطعاً این قضایا تهش در میاد که چه اتفاقاتی میفته. دیگه ما از فریدون فرخزاد دیگه بالاتر نیستیم که اون اتفاق افتاد و بعد از اونم که دیدیم چه جریاناتی صورت گرفت و مشخص شد که داره این کار. خب این حمله که به شما شده اصلا ربط داشته به کارتون فکر می‌کنین یا نه عریض خصوصا شخصی بوده؟ بله ربط داشت. دیالوگ چون ایرانی بودن اون افراد و دیالوگایی که رد و بدل شد کاملا مشخص بود و دوست ندارم. فکر می‌کنید به این چیزای مجازی اینا ربط داشته، به همین آدمایی که حاشیه‌شون رو بعضی موقع میشنویم که فلان میکنن بیشتر میکنیم و اینا ربط داشته؟ قطعا همینطوری هستش. به هر حال من ضرر میلیاردی زدم به یه سری از افراد، مخصوصا راجع به سایت شرط بندی میتونم به شما بگم بالای 50 میلیارد من به سایت قمار ضربه زدم، حداقل خودم، چون جلوی خیلی از این درگاه‌ها گرفته شد و حساب‌ها مسدود شد. شنیدم که شما یکی از این هنربندا، یعنی هنربندای ما میگیم شانه تخم مرغی درجه 7م 8م بوده، شنیدم گیر افتاده. بله ما اولین رسانه‌ای بودیم که قضیه هلما رو رسانه‌ای کردیم و گفتیم آقا چرا داره پول تو حساب شخصی یک نفری میره. خوشبختانه که بعضی از مردم متأسفانه حافظه تاریخی خوبی ندارن، نمیدونن که واقعا داریم چه اقداماتی میکنیم. آقای محسن افشانی این کار رو انجام داده بود در خصوص پرونده هلما و ویانا اگر اشتباه نکنم اسم این بنده خدا رو، و تا این لحظه‌ای که من خبر دارم 1 میلیارد و 100 میلیون تومان برای این شخص وثیقه صادر شده و اجازه خروج از ایران رو نداره تا اینکه پروندهش به اتمام برسه و به مرحله حکمدهی برسه. تو چیزی که به من خبر دادن، ولی خب چون میدونید که ما سند باید باشه که بخوایم صحبت بکنیم، من با افراد نزدیک درگیر پرونده صحبت کردم، ولی تا این لحظه چیزی که من میدونم 1 میلیارد و 100 میلیون تومان برایشون وثیقه بریدن. ولی خب ما همیشه اعتقادمون بر اینه که شما حرفی رو که ما میزنیم اگه سند نداره باور نکنید. من پیشنهاد میکنم که فقط این رو بشنوید، یعنی باور نکنید تا چه برش اتهام بود خیانت در امانت بوده، سایت‌های شرط بندی بوده، نمیدونم استفاده غیر مجاز از فضای اینترنتی بوده، تبلیغ سایت‌های صیغه بوده، چیزهای مختلفی بوده. حالا قطعا من که وکیل پرونده نیستم و نمیدونم که خانواده دیانا به نتیجه رسیدن، اونها هم شکایت کردن. نمیدونم، من در جریان ریز جزئیات پرونده نیستم، چون به هر حال پولا رو پس داد به مردم. خبر ندارین؟ چرا میدونم که پولا رو هنوز پس نداده آقای محسن افشانی. همیشه هم برای این پاورجاست، برای این عقیده است که بعد پول تو حساب من باشه که من مصاحبه‌ام که با خودش کردم مثلا زیر بار نمیرفتم، بعد پولا باشه تو حساب خودم. حالا خب دیگه الله اعلم، ما نمیدونیم دیگه اصلا شما کلا شانس نداری. قضیه هلما رو اینا رو شما اول مطرح کردین، بعد ما اومدیم روش پوشش رسانه‌ای دادیم، بعد به ما پشت داد. اومدیم رفتیم بگیم به فوشخورتون ملسه به ما زیاد، به ما فقط بنده خدا به چی بگم دیگه. حالا امیدوارم که به کسی فوش ندم و ما برای این اعتقاد هستیم که اگر واقعا هر کسی داره هر فعالیتی میکنه. ببین چیز جالب به شما بگم، ما توی این تیممون خیلی جالب، من برای اولین بار میخوام بگم ما سلطنت طلب تو تیممون داریم. کسی که سلطنت طلبه، کسی که مسیحیه ما تو تیممون داریم، کسی هم که خانوادگی شهیده ما تو تیممون داریم. من فقط اینو گفتی. دیدگاه سیاسی شما چیه راسته؟ توی لایو قبلی هم که با هم دیدگاه رسانه‌ای رو نمیگم، ما رسانه میطرفه. آره خب یعنی کار رسانه‌ای میکنم، من دیدگاه سیاسی شخصی رو کار رسانه‌ای دخالت کنم. آره این رسانه‌ای یکی داره همه جوره داره کوشش میکنه. شما دیدگاه سیاسی شخصی عرض میکنم خدمتش. یه لایو با هم رفتیم و این قضیه خیلی صدا کرد و خیلی مردم گفت، من گفتم آقا من واقعا موضع سیاسی ندارم، واقعا نمیشه که الان دیگه الان تمام پرنده ها و جانداران اینا همه موضوع سیاسی دیدگاه سیاسی از ایران از کجا شکل گرفت؟ خیلی پررنگ شد. اگه یادتون باشه از قضیه 88 به این طرف خیلی قضیه دیدگاه سیاسی گل کرد. اگه یادتون باشه من برای اولین بار اینجا به مردم میگم که من متولد سال 1370 هستم در شهر اهواز و اون سالی که رأی گیری شد سال 88 چند ماهی مونده بود که من 18 سالم بشه و حتی من رأیم ندادم چون سنم نمیتونم تا از روز ما دقیق بگم به مردم به دلیل مسائل امنیتی کشور آلمان
تاریخ تولد رو عموما نباید کسی بدونه، چون اینجا تاریخ تولد مسئله امنیتی حساب میشه در کشور آلمان. نمیگم حالا دوستان خودشون خیلی دیتاهایی که در اینترنت هست دیتاهای فیکیه که بعضی از اون دیتا رو هم با شیطنت خاصی خودم گذاشتم، مخصوصا تاریخ تولد من خیلی فکر می‌کنم من 60م، خیلی فکر می‌کنم 63م، خیلی فکر می‌کنم 65. واقعا من 88 اصلا 18 سالم نشده بود. من از 86 فعالیت رسانه‌ای تلویزیونی داشتم. 85 86 از 16 سالگی باشگاه خبرنگاران شروع کردم. از باشگاه خبرنگاران جوان شروع کردم، بعد 17 سالگی رفتم دانشگاه. 18 سالگی به محضی که 18 سالگی آغاز شد من استخدام صدا و سیما شدم. در صدا و سیمای خوزستان استخدام شدم. یعنی 18 سالگی خبرنگار صدا و سیما. سربازی همزمان با درگیری 88 کجا بودی؟ درگیری‌های 88 من صدا و سیمای خوزستان بودم که تو بحث اون قضیه خاتمی بود که اومد اهواز و اون قضیه هواپیمای آقای خاتمی هواپیماشو می‌خواستن بزنن توی اهواز که بعد قضیه ترورش می‌خواست صورت بگیره توی اهواز. شانس ما بود چه بحران تاریخی ما وارد صدا شدیم سال 88 بود. اما یه نکته من به شما بگم که واقعا من از روز اولم دیدگاه سیاسی نداشتم. خب و جالب مردم سفید رای دادم. اهواز واقعا جان ببین تو اهواز بودی، اهواز کرمانشاه بودم، مردم دیدگاه سیاسی دارن، یعنی محیط دیدگاه سیاسی داره. توی صدا و سیما کار میکردی، محیط کارت هم دیدگاه سیاسی داشت. اومدی همزمان کارت هم شروع شده با جنبش 88 جنبش سبز باز یعنی همه اینا عواملی بوده که باید دیدگاه سیاسی داشتی، یعنی نمیتونستی تو سال 88 خونسا باشی. من چیزی شما بگم، علم رو خیلی بهش معتقدم که آدم‌ها علم و سواد یک کاری داشته باشن و واقعا به معنای واقعی کلمه چند بار گفتم خیلی اعتقاد دارم که مردم باید سواد رسانه‌شون بره بالا. حالا با هم صحبت می‌کنیم در طول این ویدیو راجع به سواد رسانه‌ای. چیزی که من یاد گرفتم این هستش که شما باید در رسانه بی‌طرف باشی و جناح خاصی نداشته باشی. من در بک‌گراند ذهنی خودمم حتی جناح سیاسی نداشتم. چرا؟ چون من اعتقادی به لیدرهای سیاسی و جریان‌های سیاسی ندارم. هرچی بدبختی که مردم ما دارن میکشن از سر همین اصلاح طلبها و اصولگراها و ببین اصلا من نمیفهم، یعنی اصلا تا حالا ندیدم. شاید شما اولین موجودی اولیشو دارید میبینید. واقعا تو تیتراژ برنامه میگم پیام دادم، میگن خب این آدم اگه دیدگاه سیاسی نداره حتما دنبال پول دیگه، حتما دنبال کاسبی پول، از هر طرفش پول بدن همون کار. یعنی شما یا باید با دیدگاه سیاسی کاری بکنی یا با دیدگاه مالیه. من یه چیز رو اینجا به شما بگم در خصوص پول. اگه امین فردین یه کسی بهش 1 یورو پول داده 10 یورو بیاد از من بگیره بره. همین الان این پیام رو رسما اعلام میکنم به همه سازمان هایی که میخوان به امین فردین نزدیک بشن که با پول امین فردین شخص نیست، یک تفکر و تیم. بخوام بخرنش از همین الان لاشون رو کج کنم برگردن. خب این دو تا سیاسی شد نه مالی. خب از انگیزه شما چیه برای این؟ ببینید انگیزه و هدف واقعا برنامه پشت پرده تا ابد و دهری هم که قرار اتفاق بیفته این قضیه دادن دانش و اطلاعات آگاهی به مردم. چرا؟ بعد من خب به شما گفتم دیگه ما داریم فعالیت رسانه‌ای می‌کنیم و با تولید محتوایی که به مردم می‌کنیم، با دانش آگاهی که به مردم میدیم، مردم ببین تو طول زمان متوجه میشن که واقعا ما داریم جناح بی‌طرف رو می‌گیریم و میریم جلو. و این رو ببینید متاسفانه مردم، ما تا 1-2 هفته پیش راجع به سپاه برنامه نزده بودیم. تا 2 هفته پیش. تا 2 هفته پیش میگفتن این آدم مزدور سپاه. راجع به سپاه زدیم. این آدم ازش انتقاد کردیم. رفت سپاه و زد. بابا هر چیزی زمان، مکان و دقیقه خودش رو داره برای انتشار خبر. شما 8 کار رسانه همینجوریه. شما اصلا تو کار معمولی هم همینجوریه. ما خیلی اسناد و مدارک و خیلی اخبار هست که دستمون میرسه. من الان فکر میکنم بالای مثلا 60 تا 70 تا 80 تا فایل صوتی دارم که فقط هر کدومش گزارش پروژه است. یعنی گزارش پروژه یه فساده. درست. اما هر کدومش رو عین حرف چیز میمونه دیگه. شما حرفی رو که توی یک زمان و مکان مشخص نزنی خریدار نداره. یعنی باید باید زمان هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. دقیقاً تو همین کارم یه مقدار واقعا من مردم رو دعوت میکنم به صبوری در برنامه پشت پرده، صبر داشته باشن راجع به همه مسائل. نمیدونم مسائل سپاه، بیت رهبری،
الان قدرت دست اصلاح طلبای روحانیه در سیستم تصمیم گیری داخل کشور و ما داریم سیستم تصمیم گیری کشور رو به چالش میکشیم. یه عده واقعا قدرت اصلی که دست خامنه ایه. قدرت اصلی ببینید یه مبحثی وجود داره. من هر موقع نظری رو میخوام راجع به آقای خامنه ای بدم، خب یه برداشت ازش میشه، آقا این طرفدار، آقا سند بیارید. ولی یه چیزی به شما بگم، واقعا میخوام منطقی با مردم بریم جلو. آقای خامنه ای اگر توی موضوعات دخالت بکنه، خب من دیدگاه فکری نیست، واقعا یه جای نکته رو خوندم و برام جالب بود، من استوریش کردم. گفتم آقای خامنه ای اگر بخواد توی موضوع دخالت بکنه بهش میگن دیکتاتور، دخالت نکنه بهش میگن بیورزه، حرفی بزنه میگن آقا این توی موضوع نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود که بازم ما میگیم اشتباه تاریخی صورت گرفت اون بوره، یه جام حرف نزنه میگن آقا سکوت کردین، داره در مقابل ظلم و فساد سکوت میکنه. آقای زم شما خودت واقعا نتیجه گیرید از این صحبت من چیه؟ آقای خامنه‌ای توی مسئله دخالت بکنه یا بهش لقب دیکتاتور میدن یا نمیدن؟ میگن آقا تو اصلا جایگاه سیاسی نداری، تو اصلا اجازه نداری راجع به فلان موضوع صحبت بکنی. اگه دخالت هم بکنه میگن خب آقای خامنه‌ای تمام فسادا در اختیار خودش رو داره صحبت می‌کنه. اینا چیزایی که متاسفانه مردم ما نمیدونن یا دوست ندارن واقعیت‌ها رو باش روبرو بشن. ولی من گفتم ما که دروغ نمیخوام بگیم به مردم، مبنای عملکرد مسئولین باید در اساس قانون باشه. چه آقای خامنه‌ای چه بیا پایین تا کوچیکه نظام، ماهداماد نظام جنتی، یعنی از بالا تا به پایین، از گنده تا کوچیک. اما اینکه بالاخره خامنه‌ای دخالت میکنه و غیر قانونی دخالت میکنه که اینو شک نداریم. شما شک دارید؟ من شبهه ندارم راجع به این قضیه که داره دخالت میکنه، اما ما مثلا چرا روشنگری نمیکنید؟ باید سند داشته باشه. من که تو بیت رهبری آدم ندارم، تو دفتر جلسات اینا که 4 نفر آدم نشستن میشینن صحبت میکنن، من که آدم ندارم بعد بیام به مردم بگم چند درصد مردم باور میکنن حرف منو. من یه خبر ببین شما سند داری، شما میشی تو آقا نیوز میگی آقا جان من همین دیروز آقای خامنه‌ای صبح سوپ جو خورد، ظهر چلو کباب خورد، شب کوبیده خورد. من نمیتونم نه مثال دارم میزنم، میگم مثال میزنم، در مثال من یه خاویارش رو اعلام کردم که اونم تو خاطرات هاشمی بود. آره هاشمی اصلا که خاطره زیاد گفته قربونش برم. همین چند روز پیش یکی از این رسانه‌ها زده بود خاطرش رو، دوستان مجاهدین خلق هم زده بودن، من کانالشون رو دنبال می‌کردم، یه برگه از تاریخ. دوستان شما مجاهدین خلق؟ نه ما دوستان کسی رو نمیدونیم، گفتم دوستان مجاهدین خلق. ما که اصلا با اینا اصلا آبمون توی جوب نمیره، ما با کسی آبم توی جوب نمیره، خیالتون راحت. آره مچ ما رو نمیتونی بگیری. ولی خوشم میاد نکته بید. اما حرف اینه، حالا من لفظ دوستانه میذارم به واسطه احترامی که میخوام قائل بشم برای همه. مجاهدین خلق کامل زاد خاطره از رفسنجانی بود، میگه آقا اینم 9 محرم بود، ما رفتیم پیست اسکی و نمیدونم می‌خواستیم آبتنی بکنم، شما خوندیدین برگر یا نه؟ خاطرات های رفسنجانی بود. آره بعد میگفتش نگاه کن آره بعد میگفت مردم تو محرم میزنن تو سر و صورت خودشون و عزاداری میکنن، اینا میرن برای خودشون اشغال میکنن. آره این حرف شما رو اصلا یه چیز جالبی هست خامنه‌ای مثلا شما تو محرم ها نگاه بکنید لباس مشکی نمیپوشه، ولی همه مردم لباس مشکی میپوشن دیگه، اعتقادات سفید میپوشن. یعنی مسئولین مقامات حالا غیر از احمدی نژاد، حالا مثلا شاید خاتمی هم بعضی موقع میپوشه، ولی کسانی که هستن اونجا مثلا جنتی مشکی نمیپوشه، لباس سفید میپوشه. یعنی یه سری چیزایی که مردم عملا اجرا میکنن و احترام میذارن به عقاید و سنن مذهبی و اینا خودشون هم نمیکنن. اما اینکه راجع به خدای خامنه‌ای به من چیزی که پشت پرده است نمیگم، چیزی که روح رو دارم میگم. خب چیزی که رسانه‌های جمهوری اسلامی زدن میگم. سال 92 که کابینه احمدی نژاد، سال 96 کابینه خاتمی می‌خواست بسته بشه، یه سیستان بلوچستان به اسم آقای اوسط هاشمی، علی اوسط هاشمی. بله این استاندار قبلا ایشون کاندیدای استانداری کرمانشاه هم بود، علی اوسط هاشمی. بله تا سال 96 یعنی دولت اول آقای روحانی موفق‌ترین استاندار دولت، موفق‌ترین استاندار دولت بود بر اساس ارزیابی‌هایی که خود دولت آقای روحانی انجام داده بود. این ارزیابی که اخیراً مثلا وزارت ارتباطات رو موفق‌ترین وزارتخونه دونست. خیلی ارتباط خیلی خوبی داشت با اهل سنت، با مولوی عبدالحمید و بزرگان اهل سنت ارتباط خیلی خوبی داشت، ارتباط نزدیک، و سعی می‌کرد با تعامل مشکلات امنیتی منطقه رو حل بکنه و بهش سیستم اداری حل بکنه، نگاه امنیتی نداشته باشه.
سال 96 آقای روحانی اومد اینو مجددا انتخاب بکنه. از دفتر آقای خامنه‌ای زنگ زدن و گفتن که نمیشه آقای خب سندش کجاست؟ من فایل صوتی دفتر آقای خامنه‌ای رو دارم؟ ندارم. نه تو خود رهبران جمهوری اسلامی زدن. کدوم تیکشو زدن؟ که زنگ زده گفته فلانی عوض کنه آقای خامنه‌ای. من نه دیگه گفتن که خب روحانی نتونسته. خب جان گفتن روحانی نتونسته دیگه، یعنی گفتن تو هیچ استانه سنی نشینی آقای استاد هاشمی نباید به عنوان استاندار مطرح بشه. درسته. حتی استاد هاشمی بهش سمتی دیگه یه آدمی بودش که همیشه چون ایشون کاندیدای استانداری کرمانشاه هم کردن، میدونی که کرمانشاه استراتژیک ترین استان ایران به همراه کردستان، چون 3 تا مذهب دارن، هم شیعه دارن، هم حتی کرمانشاه بیشتر از کردستان که هم شیعه ها داخلشون هستن، هم سید نصرالدین رهبر اهل‌حق‌های اون منطقه داخلش هستن و هم به حال سنی نشین ها و سنی مذهب ها. اما ببینید متاسفانه یه چیزی که مردم ما میبینن و خیلی هم مثلا دوستان من میگن آقا شما خامنه‌ای سند نداری ولی وضعیت ما رو نمیبینی، عامل بدبختی ما آقای خامنه‌ای. میگم خب قبول، من بیام بشینم جلو دوربین بگم آقا عامل بدبختی شما آقای خامنه‌ای، سندش رو بعد بیام بشم آقا مثلا فلانجا دزدی کرده، خب اینم سندش. چون ما دیدید که ما یه چیز جالب به شما بگم، ما خیلی رو بحث بعضی از اسنادی که فتوشاپ باشن هم بحث داریم آقا با دوستان خودمون. بارها هم دیدی من وقتی میخوام مستندم بذارم خیلی با فتوشاپ هم بازی میکنم و صحبت میکنم با دوستان خودم. بله من واقعا انگار مثلا من فکر میکنم خانواده خودم تو ایران نیستن، انگار مثلا من خودم نبودم تو ایران، انگار مثلا زندگی نکردم یا مثلا وضعیت گرونی مردم رو نمیدونم. اما خب حرفم اینه، میگه ما سند محوریم، بله وضعیت مردم ما ببینیم، مشکلات مردم هم ببینیم، اما آیا اگه فردا روز از من در کشور آلمان شکایت بشه و 200,000 یورو من جریمه بکنن، ببین شانس نداریم ما، هیچ کی جریمه نمیکنه آقا بیام سمت ما، مثال میزنم. و در صورت اگه توجه کرده باشید خیلی از این تلویزیون‌ها یا توی انگلیسن بعد تاش در میاد یه جایی وصلن به جمهوری اسلامی، یا مثلا توی امریکا، خب یا توی یه سری کشورها هستن که عملا دسترسی جمهوری اسلامی به اونا سخته. توجه کردید دسترسی به مثلا چه کشوری؟ یا امریکا، کانادا، خود انگلیس لابی. ببینید وقتی شما دیگه خودتون دیگه میگید آیت الله BBC دیگه، مثلا انگلیسشه دیگه، نهایت مناطو هم که میدونید که من یه مثال ساده برای شما بزنم، مناطو برنامه داشت به اسم شبکه نیم، همه عروسکا ساخته شد عروسک های خامنه‌ای. چرا؟ بپرسید ازشون. سوال من از مردمم چرا تو شبکه نیم که شما وقتی میرید مسابقاتشون رو نگاه میکنید آرم مثلث 8 ضلعی اسرائیل رو میبینید در برنامه‌هاشون این شکلی، چه اتفاقی میفته که عروسک آقای خامنه‌ای رو نمیسازن؟ خب بعد ببینید پشت پرده‌اش چیه. خب حالا اینا موضوع خوبی بود. من اینو مطرح کردم الان دیگه. ببینید من اینجا اینو مطرح کردم چون سندش وجود داره، خب دارم خودم مطرح میکنم این قضیه رو، اما ما تا چیزی که سند و مدرک توش وجود نداشته باشه نمیتونیم صحبت بکنیم. بارها من دارم میگم بله وضعیت اقتصادی رو میبینم، اما اگر در آلمان از من شکایت شد من انداختن زندان به جرم افترا، تهمت یا هر چیز دیگه بدون سند و مدرک، هیچکی نمیاد بگه امین فردین سلام دمت گرم اون برنامه رو درست کرد. هیچکی نمیاد بگه. خودش نوع اقامت شما چیه که میتونید؟ من در آلمان قانونی در آلمان زندگی دارم میکنم و قانونی دارم. یعنی چی قانونی؟ خب همه ما قانونی داریم زندگی میکنیم، غیر قانونی داریم. اقامت من در کشور آلمان قانونیه و دارم مالیات میدم در کشور آلمان. فعالیت من خب ما هم داریم مالیات میدیم. خب اقامتتون چیه؟ اقامت من قانونیه. خب قانونی که اقامت من در کشور آلمان قانونیه، خصوصیه، خیلی راحت هم میگم به کسی ارتباطی نداره نوع اقامت من. هر کسی دوست داره نوع اقامت من رو بدونه خیلی راحت بره استعلام بکنه و دستمزد استعلام بکنه. اقامت هر کسی رو بخوایم بدونیم برای استعلام بکنه، پرونده نیست. نوع اقامت من رو برن استعلام بکنه. هر کسی هر ارگانی که واقعا فکر میکنه مسئله مهم به زندگیش اقامت امین فردین هست بره استعلام بکنه. من فقط به مردم میتونم بگم آقا نوع اقامت من کشور آلمان قانونیه، برو سرچ کن. مالیات هم دارم در کشور آلمان میدم و اون خیلی از دوستان و کسایی هم که در کشور آلمان هستن منو میشناسن، هم محله یا دنبال آدرس من میگردن یا دنبال تاریخ تولد من میگردن یا دنبال اقامت من. بابا مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی نیست که آقای زم کجا زندگی میکنه، آقای امین فردین کجا زندگی میکنه، سید محمد حسینی کجا زندگی میکنه. مسئله اصلی اینه که داره چه دیتاهایی به مردم داده میشه، چه اطلاعاتی به مردم داده میشه. آیا مثلا محل زندگی من یا اقامت من روی تفکر مردم باید تاثیرگذار باشه؟ آیا نوع نه، ولی اینکه شما پناهنده سیاسی باشین ولی موضوع اپوزیسیون نداشته باشین میتونه تاثیرگذار باشه. چه تاثیرگذاری میتونه داشته باشه؟
چرا دیگه؟ خب به اسم سیاسی مثلا فردی میاد خارج میشه بیرون. افراد زیادی هم بودن که حساسیت برانگیز شدن. حالا به طور مشخص مثلا یه آدم توی ایران ادعا کرده بود شلاق خورده به خاطر توهین به رئیس جمهور و اینا و حالا بعدش در اومد که به خاطر حشیش بوده. بعد اومد بیرون گفت من دارم از ایران میام بیرون که کار سیاسی بکنم. این شخصی که شما دارید نام میبرید آقای پیمان عارفی گیر داد به یه جای دیگه. یه دونه هم کار سیاسی نکرده ولی پناهندگیش هم سیاسی. خب آقای پیمان عارف کسی بود که یه دوره هم با شما همکار بود در رسانه آمد نیوز، اما اصلا ما همکار نبودیم. خودشون ادعا میکنن الان من نمیدونم. اصلا همکار نبودیم. حتی یک ساعت. خیلی حالا من حرفم چون التماس می‌کرد ما خبراشو تو سهام نیوز کار همکار نبود. حتی تو آمد نیوز هم اصلا نمی‌شناخت. بسیار. حالا حرف اینه آقای زن، حرف اینه که آیا بنده امین فردین اپوزیسیون هم که به پناهندگی سیاسی یا اقامت سیاسی یا اقامت همین دارم سوال میکنم ولی همین بودم. ببین آدم میشناسید من آدم رسانه‌ای داخل ایران بودم، تا خارج از کشورم اومدم کار رسانه‌ای دارم میکنم. مثل کسی که آرایشگر بوده تو ایران داره اینجا کار آرایشگری میکنه، طرف فروشنده بوده تو ایران داره اینجا کار فروشندگی میکنه. من مثل بعضی تو سال 88 نگفتم مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر خمینی، مرگ بر دیکتاتور، بعد ببرم دادگاه نمایشی برام درست بکنم. مثل الف نون یا دال، ما میگیم نون، شما میگید دال. خب الف دال دادگاه براش تو تلویزیون گذاشتم، یهو اومد این ورو شد رسانه‌دار و تحلیل مسائل سیاسی. کسی که تو ایران حالا بحث زندانش هم یه بحثی بود و بعدش هم ما با هم بنداشو صحبت کردیم مثلا مسائل چیز دیگه بود و آقا تو ایران چه فعالیت سیاسی داشتی؟ حالا مثال من آقای فخرآوری که من دارم خب همین اینا حساسیت برانگیزه. ببین اسم اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیا بیرون فعالیت بکنی، کیس بدی و قبول بشه و بعد که قبول شدی اقامت تو گرفتی برگردی بگی من اپوزیسیون هستم یا نه، بیا بشین رسما از قاسم سلیمانی دفاع بکنی، از جنایتایی که قاسم سلیمانی کرده یا مثلا دیگر سرداران استفاده کردن بیا بشینی دفاع بکنی، و یا اینکه نه بگی آقا به اسم اپوزیسیون بیای بیرون کیس بدی و بعد تو علیه دولتی که مردمت باهاش درگیرن، حکومتی که مردمت باهاش درگیرن، بعد سعی بکنی که رفتار این حکومت من ختم کردم به شما. و بعد بری مثلا گیر بدی فقط به دولت ترکیه. مثلا دولت ترکیه انتخاباتش این شد، اون شد، اون اومد، این اومد. اینا حساسیت برانگیزه که الان مشکلی نداره. شما با هر مدلی که اقامت دارین حق خودتونه که اقامتش بشین، به کسی هم ربطی نداره. اما فقط مشخصا سوالم اینه که آیا شما به عنوان اپوزیسیون پناهندگی سیاسی گرفتین و دارین کار غیر سیاسی میکنین مثلا، یا میگین اپوزیسیون هستم یا نه مثلا به صورت اقامت کاری اومدین؟ من حرفم اینه آقای زم، من آدم رسانه‌ای بودم در داخل ایران و به خاطر مردم هم گزارش تهیه کردم داخل ایران، به خاطر مردم از صدا و سیما اخراج شدم، به خاطر تفکراتی که داشتم. من داخل ایران آدم مخلص و چاکر کسی نبودم. هر کسی هم که رزومه منو تو ایران بخواد دنبال بکنه میدونه که موضع امین فردین موضع انتقادی بوده. از همون اولی هم که وارد فعالیت‌های رسانه‌ای شده، بارها و بارها من رتبه گرفتم داخل ایران و فعالیت‌های رسانه‌ای کردم و وقتی اومدم خارج از کشور موضع رسانه‌ای خودم رو حفظ کردم. همیشه خودم رو گفتم آدم بی‌طرفی هستم. هر کسی سند بارها و بارها شده مردم به ما اسناد و مدارکی رو دادن که بعد از اینکه ما استعلام کردیم و دیدیم این اسناد و مدارک درسته رسانه‌ای کردیم. ببین این میشه کار رسانه‌ای. جواب ندادید من نمیپیشونم. من گفتم آقا نوع اقامت من به خود بنده ربط داره و من دارم فعالیت خود شما ربط داره، اما اگه به نام مردم به نام فعالیت اپوزیسیون اومده باشین مثلا نوع اقامت من برای مردم مهم نیست. من دارم میگم آقا هر موقع من فعالیت رسانه‌ای اپوزیسیونی برای مردم کردم و اومدم گفتم آقا من توی ایران پرونده سیاسی بودم، اینجا اومدم دارم برای شما لیدر سیاسی میشم، اون موقع کسی اجازه داره راجع به این قضیه اظهار نظر بکنه. من دارم میگم آقا من توی ایران آدم رسانه‌ای بودم، اینجا دارم کار رسانه‌ای میکنم. هر کسی دوست داشت میتونه تفکرات امین فردین رو به عنوان یک رسانه قبول بکنه، دنبال میکنه. من همیشه گفتم جانب عدالت رو رعایت میکنم. من بر این باورم اگر یک آخوندی توی ایران، حالا اینا تیکش جدا میکنم میبرم برای خودشون برام نمیگم آقا ببین داره آخونده دخالت میکنه، من میگم دموکراسی و عدالت همینه. اگر توی ایران یه آخوند یه کار مثبت کرد تو باید رسانه‌ای بکنی، اگر یه کار منفی کرد تو باید رسانه‌ای بکنی، کاری که خیلی از رسانه‌ها نمیکنن. آخوندها طرف توی ایران زندانی سیاسی بوده 10 سال. خب طبیعتا وقتی میاد اینجا نقشه اپوزیسیون رو میگیره، اون آدم هیچ وقت نمیتونه راجع به اون آدمایی که تو ایران شکنجهش دادن اذیت کردن نقشه مثبتی رو بگیره. آقای زم هیچ وقت نمیتونه راجع به آخوندهای ایران خبر مثبت بزنه. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه توی زندان اذیتش کردن. ما زدیم خیلی هم مورد حمله قرار گرفتیم. موقعی که حمید استاد
رئیس انصار حزب الله مشهده توی اینستاگرام خودش عکسی رو منتشر کرد که هیچ کدوم از مقامات دولتی زلزله زدگان سر پل ذهاب رو پوشش نداده بودن و همه رفته بودن سراغ زندگی خودشون. یه عده‌ای از سپاه بودن اونجا، یه عده‌ای از سرداران سپاه، نیروهای سپاه بودن که داشتن اونجا کار میکردن، مثل حمید قاسمی بهش ایراد داریم. بله حمید قاسمی فعالیه که حمید قاسمی بهش ایراد داریم بالاخره مثلا ولی وایسادن تو خودشون سر پل ذهاب کار کردن، ما خوبیاشون هم منتشر کردیم. من حرفم یعنی اینجوری نیستش که خوبی‌ها حمله هم شد. ولی من اومدم این مستند ساختم، مثالش برای شما میذارم، راجع به تجارت سکس توریسم در مشهد. اومدم گفتم که آقا قطعاً کسی که میتونه موضع مشهد رو حل و فصل بکنه آقای علم الهدی به عنوان نماینده بعد اومد که حمله نشد. این آدم اومده نوشابه باز کرده برای آقای علم الهدی و بلیت گذاشته براش. بلیت بابا شما نمیدونی که تکنیک حمله رسانه‌ای همیشه حمله مستقیم نیست. در سواد رسانه‌ای میگه آقا اگر کسی مسئوله تو لازم نیست بهش فحش بدی، کافیه خطاهاشو بهش گوشزد بکنی. ببینید اگر این گزارش صدا سیماییه، مردم ببین اون کسی که بخواد من بیام اونجا بهش بگم آقای علم الهدی ببین گفتم که من در مستند خودم زدم، اگه آدمی که سواد رسانه‌ای داشته باشه بره مستند رو ببینه متوجه میشه. من اومدم گفتم آقا داره تو این قضیه اتفاق میفته که بعد از اینکه توجه که ویدیو من منتشر شد ما در رسانه‌مون گفتیم یه موجی راه افتاد، بعد شرق زد و بقیه روزنامه‌ها زدن اسکی رفتن رو گزارش. اما حرفمون خوبم شد اسکی رفتن و بعد از اون ما 2 تا ویدیو زدیم، شما هم زدید، بقیه رسانه‌ها هم زدن، پروموت شد این قضیه. بعد من گفتم آقا اینا داره اختلاف به مرحله‌ای رسید که گفتن که آقا اینا داره اختلاف افکنی میکنن بین ایرانی‌ها و عراقی‌ها، که اصلا حرف این نبوده که منم یه مستند دیگه پشت بند اون زدم راجع به منطقه دولت آباد و تهران و منطقه عراقی‌ها. حرف اینه که ما در رسانه خودمون یک نوع تکنیک حمله داریم. ببینید ما ممکنه با شما هم نظر باشیم، اما من نوع روشم با بقیه فرق میکنه. من دوست ندارم به کسی توهین بکنم، شما ممکنه توهین نکنی اما از یه تکنیک دیگه استفاده میکنی. من در رسانه از یه تکنیک دیگه استفاده میکنم، من در رسانه‌ام از علم صدا و سیمایی استفاده میکنم، ولی جوری استفاده میکنم که بعداً به نتیجه برسه. بعدش که وقتی ویدیو رو ببین ویدیویی درست میکنم که برن آقا تو اتاق آقای علم الهدی پخشش بکنن، بگن آقای علم الهدی اینو ببین. البته اون آدم نباید به خاطر گزارش من آگاه بشه که اون آدم بعد انقدر آگاه اشرافیت داشته باشه به اون شهر که اصلا نیاز نباشه کسی تو آلمان بخواد بهشون قضیه رو بگه. اما وقتی اون آدم میبینه آقا کسی توی آلمان توی رسانه‌اش این قضیه رو گفتیم که اوه داره قضیه بحرانی میشه، میاد ویدیو رو نگاه میکنه، تلنگر بهش میزنه، طرف میبینه اوه رفته توی رسانه 1,800,000 نفری آمد خبر رفته، براش تلنگر میشه، میترسه. آدم داشتی من میدونم در رسانه شما خبرشو زدید یارو افتاده به غلط کردن گفته آقا جون مادرم خبر پاک کن. از چی میترسید؟ مگه شما دروغ زده بودی راجع به اون آدم؟ خود شما این قضیه رو بهتر از من میدونید که منم می‌خواستم خبرها رو بزنم، بعد از اون دیدم آقا داره طرف بعد حالا بماند. ببین حرف اینه شما باید رسانه‌تون رو جوری مدیریت بکنید و ببرید جلو از دید سواد رسانه‌ای من که بترسن از شما، بترسن که کار انجام بدن، نه بگم بابا اینم مثل همون اپوزیسیون‌های فسیل امریکایی فقط میشینه جلوی دوربین فوش میده به آخوندا، مردم دمش گرم فوش. بابا فوش دادن کاری جلو نمیره. عصر دموکراسی میگه آقا دیتا به مردم نشون بده، سند به مردم نشون بده، با آرامش همه مسائل و مشکلات حل میشه. اگه ما میخوایم نگاه شماست که باعث میشه که حالا یه ذره شک و شبهه راجع به شما بیشتر قطعا همینه. ببین به خاطر این نوع فعالیت ببین من دقیقاً همینجوریه. ببین ما حملاتمون هوشمندانه است. خب من چجور من حمله میکنم به آقای نجفی که فیلمو برمی‌دارن میبرن تو وزارت اطلاعات که خبرش رو من به اطلاعات سپاه میبرن و این فیلمو میذارن جلوی اون آدم و از اون آدم توضیح میخوان راجع به اون فیلم که بعد از اون فیلم این آدم میاد توییت میکنه تو توییتر آقای نجفی راجع به من، بعد شخصا میاد توی حالا خیلی میگن کجا میدونست اون فیلم رو پلی کردن، الان میگم کجا میدونستم فیلم براش پلی کردم، براش توییت کرده بودن تو توییتر، خودش توییت کرد برای من تو توییتر و اومد تو تلگرام من به من پیام داد. چی گفت؟ اول اینکه شما این نمیدونم دارید منو تخریب میکنید و فلان میکنید، بعد که حالا با من بس من دارم متن چتاشو، بعد که دیلیت اکانتم کرد ما شماره‌اش هم 2099 بود اگه اشتباه نکنم و برام نگاه بکنم توی شماره 99 بود اولش، شماره جدید فکر کنم توی 990 یا هم چیزی، هم جدید فکر کنم توی ایران اومده این شماره
اون شماره داشت. بهش میگم که بدونم دوستان نزدیک حلقه اول آقای نجفی این قضیه رو بدونن که دارم شماره‌ش هم به شما میگم. ببین ما نوع حملاتمون یه حملات حساب شده. اصلا من میگم آقا توی کشور دزد شده فلانی بی خانواده فلان. بابا چی بگم؟ شما بگید من بگم. شما زیر به این پایینیا میرسه دیگه، به اون بالایی‌ها نمیرسه. شما فکر میکنیم ما زیر اون بالایی‌ها نمیرسیم. ما یک رسانه‌ای هستیم که داریم رشد میکنیم. حالا اگه اطلاعاتی راجع به اون بالایی اومد شما تفصیلی بگید ما می‌فهمیم ما چی. این تیکه شما رو نادیده میگم. شما اگر اطلاعاتی از اون بالا داشتید و به من دادید، من استعلام کردم تایید شد، من پخش میکنم. شما لازم نیست پخش بکنید. مگه من از کسی ترسی دارم؟ من کشور آلمان نشستم، کشور هم. حرف اینه. من میگم آقا سند تایید بشه، شکایت کنم ازتون دیگه. تایید بشه هیچ کسی نمیتونه شکایت بکنه. من قطعا اگر بخوام اسناد مدارکی که تایید بشه منتشر بکنم، اون آدم که هیچی، بابای اون آدم بیاد نمیتونه کاری بکنه. چون من داریم مستند از این قضیه بگذاریم بره. یه قضیه رو ما اخیراً وارد شدیم، قضیه آقای استاندی. خب درست مورد ترور قرار گرفته بود. میخوام ببینم که شما یا اصلا هر رسانه‌ای فرق نمی‌کنه، اگر رسانه دیگه‌ای بود میخواست وارد این قضیه بشه و پوشش بده، چه مدلی وارد میشه پوشش بده؟ ببینید یه سری موضوعات هست. خب شما با رفرنس زدن خبری خب سعی میکنید که اون خبر رو به مردم آگاهی بدید با یه سری تیترها اینجوری هستش که امین فردین مدعی شد. امین فردین نه، آقای ظریف در اکانت توییتر خودش مدعی شد. آقای جان مکین در توییتر خودش مدعی شد. آقای روحانی مدعی شد. این میشه چی؟ میشه رفرنس زدن در سواده رسانی. و وقتی رفرنس میزنی ادامه خبر رو میگی و به مردم اعلام میکنی این خبری که شما داری میگی. بله من دیدم که آمد نیوز از تکنیک رفرنس استفاده کرد و تیم پشت پرده این کارو کرد. خیلی از رسانه ها این کارو میکنن و از رفرنس خبری استفاده میکنن و میگن آقا اوسانلو این ادعا رو کرده و گفته که آقای سید محمد حسینی عامل ترور بیولوژیک من بوده و باید دستگاه‌های اطلاعات امنیتی امریکا یا FBI پاسخگو باشن که دارن این قضیه رو پیگیری میکنن. FBI ما یه جلسه داره و یه ادعایی کرد. رسانه شما اومد نقل قول کرد و گفتش که آقای اوسانلو مدعی شده. ما اومدیم همون قضیه رو نقل قول کردیم. اما متاسفانه بعضی از مردم هنوز سیستم نقل قول رو نمیدونن. نقل قول از یک منبع رو. و شما وقتی از یک منبع نقل قول می‌کنی و سورس خبر اون منبع میشه و نقل قول می‌کنی، دیگه نمیری راجع به اون مسئله استعلام بکنی. رو بعضی از مسائل اینطوریه. ببین یه خبر کوچیکه، شما نمی‌خوای یه خبر خیلی بزرگ بزنید. نمی‌خوای مثلا دزدی 400 میلیون دلاری مجتبی خامنه‌ای در آلمان بزنی که بخوای بگی آقا فلانی نقل قول کرد. چون این خبر گنده میزنه یک کشور میلرزه. بعد بتونی استعلام دقیق راجعش بگیری. اما وقتی شما این خبر رو می‌زنی و نقل قول می‌کنی، قطعاً عامل اصلی پاسخگویی به این خبر باید سورس خبری باشه، نه رسانه آمد نیوز و امین فردین. و خیلی هم میگن آقا شما اولین رسانه‌ای بودید که عامل نمیدونم شما گفتید که فخرآور رو میخوام بگیرن، اونو میخوام بگیرن که بعد از اون فخرآور زاویه پیدا کرد. آدم بی سوادی که بنده رو یه بار اطلاعاتی حساب میکنه، یه بار سپاهیانز نمیدونه موقعیت سازمانیه. خب بعضی حال ببین متاسفانه داستان اینه، یه عده افرادی که رسانه دستشون میاد یا بیننده پیدا میکنن، نمیرن به جای اینکه مطالعات اپوزیسیونی یا مطالعات سیاسیشون رو بالا ببرن، یکم برن آقا مطالعات خبری خودشون رو بالا ببرن. آقا برید دو تا صفحه. خیلی من دیدم تو یه مصاحبه‌ای هم میادم فکر کنم دیشب دیدم یا پریشب دیدم تو یه مصاحبه‌ای هم گفته من تو اینا خبرنگارم بودم و اینکه خب خبرنگار آدم باشه برای طبیعتا باید این چیزا رو بدونه دیگه، یعنی اون اصول ابتدایی کار خبری. یا مثلا راجع به یه سوال دیگه، شما اصلا توی این قضیه اگر که شما می‌خواستی با این قضیه یعنی اصلا شما می‌خواستی پوشش بدی، آیا برای چک کردن خبری که سورسش مشخصه و خود طرف یک پای قضیه است، آیا برای چک منبع دوم می‌رفتی؟ نه خب قطعاً. ببین ما در تکنیک خبری میگیم که پاس مستقیم. خب پاس مستقیم دقیقاً توی فوتبال شما پاس مستقیم میدن دیگه. وقتی که اون آدم داره خبر رو به بینندش پاس میده، رسانه‌ها پاسو میگیرن. اون آدم خبر رو پاس میده که رسانه‌ها بگیرن. خب خبر رو منتشر میکنه که طرفداراش هم ببینن. خبر رو منتشر میکنه که بعد جهانی پیدا کنه. وقتی اون آدم داره پاسو میگیره، من پاسو میگیرم دیگه. نمیرم بگم وایس این پاسو به من دادی، درست زنگ میزنم آقا این پاسو که تو به من دادی درسته یا آقا داره منتشر کرده دیگه، فضای عمومی داره. مثلا میمونه که آقای ظریف توییت بکنه، وزیر امور خارجه ایران، بعد من برم زنگ آقای ظریف این توییتی که تو کردی خب درسته یا غلطه؟ شما مثلا راجع به
آقای ترامپ صحبت کرد، بعد زنگ بزنم به ترامپ، خب بگم آقای همچین ادعا که آقا اون طرف گفته، ظریف پاس داده، بعد اون منبعی که ظریف هستش بعد فردا روز مورد سوال قرار بگیره، نه اون رسانه‌ای که این خبر رو منتشر کرده. من و شما که تو جیبمون خبر نداریم که تولید بکنیم که. اتفاقات، ببین خبر یعنی اتفاق که شما بخوای به مردم اعلام کنی. تعریف خبر رو بعد خیلی‌ها بدونن که متأسفانه نمیدونم، ما باید اینو به مردم آموزش بدیم. من واقعا این رو وظیفه رسانه خودم میدونم. واقعا بعد این قضیه اون ویدیو اول خیلی مورد استقبال قرار گرفت، اینجوری که من باش خود گرفتم خیلی استقبال کردم. به نظر من این ویدیوهای آگاهی دهنده به مردم، شمایی که تو موضوع اپوزیسیون نیستی و وظیفه خودت میدونی که مردم رو آگاه بکنی به عنوان یک رسانه‌ای که حالا میگی بی‌طرفه و موضوعات خنثی رو تعیین کنی برداری، به نظرم من روی موضوعات من اگر موضوع خنثی برمی داشتم قضیه سکس توریسم، مطابقت دو تابعیتی های روحانی و آقای میثم رضایی و دعوای ساختگی برای اینکه ذهن مردم رو گمراه بکنن و شبنم نعمتزاده و نمیدونم سایت‌های قمار و آقای نجفی شهردار تهران هم فکر کنم موضوعات خنثی بوده. البته حل شد. من نمیگم و مردم تو میگن، حالا ما به هر حال موضوعات خنثی مردم میگن دیگه. آره اینا مردم میگن. آره مثلا مردم میگن خنثی، حالا نمیشه چه خنثی که یه ورا میزنیم شخم میشه. خب ولی حرفم اینه که بله من میدونم که ما هم در موضع خودمون نواقصی داریم، هیچ کسی نمیتونه بگه که کامله. من میدونم شاید بعضی وقتا ما اونجوری که باید با مردممون تا بکنیم در رسانه خودمون تا نمی‌کنیم. به هر حال گاهی وقتا دیگه عادت آدم در نمیتونه درست و دقیق اینا هم بعد بذاریم به واسطه اینکه من واقعا تمرکز 100% تو رسانه هم نیست. من کار دیگه‌ای هم در کشور آلمان دارم و بعد اون کارو انجام بدم. معرفی فکر کنم 24 ساعت کارم هستیم. والا آره ورزش هم میکنیم، باشگاه میریم برای شنگایی اینا. چه ورزشی میکنیم؟ فیدان خیلی اگه بخوام اونجا شطرنج خیلی دوست دارم. آره شطرنج با مانه، ولی بازی پینگ پونگ با یکی از ورزش‌های مورد علاقه منه. مثلا تنیس رو می‌ذارم. حالا بگذاریم بحث حاشیه‌ای، ولی حرفم اینه که واقعا ما داریم کوتاهی می‌کنیم و باید این دانش اطلاعات آگاهی رو به مردممون بدیم. مرسی. خب حالا من آخرین سوال رو میکنم. اونجا گفتیم دوستان سازمان مجاهدین خلق با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داریم؟ هر سازمانی که ادعا میکنه ما باش در ارتباطیم سند منتشر کنه. ما به وسیله احترام و ادبی که خانواده من به من یاد دادن، من لفظ دوست و برادر رو برای همه استفاده میکنم. به خاطر ادب. اما حالا شاید این طرف برادر من نباشه، شاید یه قاتل جانی باشه، ولی وقتی سرچ میگم برادر، مثلا به لفظ ادبی هستش، نه به لفظ اینکه حالا طرف ممکنه باشه که یه طرف دوست منه یا طرف برادر من هستش. به حال تربیتی هستش که من توی خانواده خودم شدم، نه اینکه بخوام به خاطر واژه‌ها خودم رو تسلیم واژه‌ها بکنم که من ارتباط دارم با سازمان. ما با هیچ سازمانی ارتباط نداریم، ارتباط هم نمیگیریم و نخواهیم هم گرفت. هر کسی هم که دوست داره با ما ارتباط بگیره سازمانی همین الان روشو کش کنه برگرد. خب صحبت دیگه دارین؟ نه واقعا تشکر میکنم از مردم. فقط یک نکته بگم، واقعا به مردم میگم صبور باشید. یعنی راجع به تمام مباحث و موضوعات به ما موضوعات رو بدید، به ما مسائل بدید، سندا رو بدید. فوش ندید. آقا چرا بخوای فوش بدید؟ تو بگو آقا راجع به خامنه‌ای من صحبت بکنم، یه سنداشو بده، بگو آقای فردین 1 2 3 4 5 6 این جنایت‌ها صورت گرفته، بیا اینو رسانه‌ای بکن. آقا سپاه این اتفاقات افتاده 1 2 3 4 5 6 بیا رسانه‌ای بکن. به روی چشم همجا رسما اعلام می‌کنم ما رسانه‌ای می‌کنیم. ما هر موقع به مردم میگیم آقا سندی هم باشه که نسوخته باشه، مثلا 6 سال پیش منتشر کرده باشن، سند جدید باشه. و نکته دیگه هم این که اگر حرف بی سند، بی مدرک و رو هوا راجع به برنامه پشت پرده بزنن، به شدت رسانه پشت پرده حمله میکنه، ولی با سند حمله میکنه که طرف بلند نشه. این اخطار رو میدم برای کسایی که بی سند و مدرک بارها و بارها ما رو وصل کردن به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی. آقا سند رو منتشر کن. نوع فعالیت من رو صبور باش. اگه فکر می‌کنی من دارم از این سازمان دفاع، یه صبری به خرج بده. ببین آقا یه هفته دیگه من صحبت می‌کنم راجع به این سوژه، یه ماه دیگه صحبت می‌کنم، یه سال دیگه صحبت می‌کنم. ما الان 7 8 ماه اومدیم وارد بحث رسانه‌ای شدیم. کار خیلی سختی هم داریم در این بازار آشفته، بازار رسانه‌هایی که همه دارن میزنن و این داره از اونجا پول میگیره، اینجا داره از اینجا پول میگیره، همه منتظر نقطه ضعفن. چرا توی این بره هنوز هیچ نقطه ضعفی رو از برنامه پشت پرده نگرفتن؟ یه بحث یوتیوب ما بود، یه بحث ما رفته تو قبل خوابیده، یه بحث اصلا نمیدونم. من سکوت میکنیم، فقط میگیم صبور باشید، همه اینها پاسخ داده خواهد شد. مرسی. آره اینا توی فضای اپوزیسیون طبیعیه. حالا شما مونده حالا آب بندیشی، من آب بندی شدم تموم شده. حالا خدا رو شکر شما اومدی از مشتدم به ما کردن دیگه، صرف نظر کردن فعلا کمتر به ما. خودتون رو دارید، یعنی کم از سهمیه شما نمیشه.
خوشا، ولی خب مردم یه باری رو از این دوش شما برداشتیم و امیدواریم که این اتفاقات بیفته. در صورت مرسی، امیدوارم که دعوت میکنیم از هر شخصی که ما ازش انتقاد کردیم، سید محمد حسینی، آقای فخرآور، آقای خانم مسیح علی نژاد و سایر افرادی که ما ازش انتقاد کردیم، رسما ازش دعوت میکنیم بیاد جواب سوالات ما رو بده. من در یه جا از آقای زم انتقاد کردم، در این ویدیوی سر بدل آقای خامنه‌ای که من گفتم آقا اگه بدل وجود داره بعد سندش باشه، یه بحث قد بود و این، اگه ویدیو هم هنوز هست تو کانال منم حذف نکردم و گفتم آقای زم به بعضی وقتا خیلی لاکچری مثلا بعضی جاها دروغ میگه. بعد با آقای زم من مصاحبه کردم، ایشون جواب سوالاتشون رو گرفت. جاجی بیجی و نمیدونم رفیق جیک تو جیک و اینا ما نداریم با هیچ رسانه‌ای. خود آقای زم این قضیه رو میدونه، خودش اگر انتقادی اصلا شما قبل از این که با من مصاحبه کنید دو تا برنامه نگم قطعا همینطوری هستش. اگر شما مثل بقیه بخواید صحبت بکنید و بخواد به واسطه انتقاداتی که من از شما میکنم شما دربری، خب مردم هیچ همیشه اون شبهات باقی میمونه و مردم نزدیک 2 ساعت خورده ما با هم دیگه صحبت کردیم. نمونه بارزش خانم ندا امین هستن که در حال حاضر در اسرائیل زندگی میکنن. من به ایشون چندین بار پیام دادم که بیان با من مصاحبه بکنن. بعد این بنده خدا اومده 2 روز پیش توی فیسبوک من روی آخرین ویدیو سعادت رسانی گفت من تو ترور شیشه‌ای کردی و تخریب کردی راجع به همون بحث سعادت رسانی. من گفتم من تو رو 10 بار دعوتت به مصاحبه کردم، ما رو حواله دادی به 1 هفته بعد 2 هفته بعدش هم مصاحبه نکردی. فعلا در اسرائیل در اون هوای خوش لذت ببر و ما وقتی دعوت می‌کنیم به مصاحبه رو جوابگو باش. الان هم میگیم هر کسی انتقاد می‌کنیم نه یا به ما بگو شمشیر پلاستیکی سیاوشو برات میکشم و تو اطلاعاتی سپاه. آقا اگه من اطلاعاتی ام بیا به مردم بگو، قشنگ بیا من اینترویو کن، منو ضایع کن. من میگم دمت گرم عجب سندی نشون دادی. بعدش هم خودت آقای فخرآوری من میگم از این تریبون استفاده میکنم، تو خودت خب ویدیوهای آموزشی کلاس قرآنت در اومد اون موقع نمیدونم درس چی بود آقای شما گذاشتید توی کانالتون، چقدر ضد عرفانی بود، یعنی ضد دراویش. من تازه دیدم اون ویدیو رو. آره. خودم ندیده بودم قبلا. اما ضد دراویش و ضد عرفان و آره همینجوری وعده میدم پشت پرده خیلی خوشگل از شما داریم و سلاماتی که از دانشگاه کردیم راجع به شما. استاد دانشگاه حقوق دانشگاه ایالتی تگزاسی باشه. حالا به موقعش بود مستند پشت پرده می‌بینیم این قضیه رو. حالا امیدوارم اگر این ویدیو رو یه زمانی هم می‌بینید که نیست احتمالاً مثلا یه سال دیگه می‌بینید برید نگاه بکنید که مثلا چند روز بعدش ما همین ویدیو داریم تولید می‌کنیم و ببینید که این افرادی که این انگار به ما میزنن خودشون چه پیشینه‌ای دارن. مرسی آقای زمان برای شما بهترین آرزو می‌کنم. موفق باشین شما هم تو رفتنتون. امیدوارم که این در اون راه اصلی که آگاه کردن مردم و نور انداختن به تاریک خونه‌ها بتونید که به سهم خودتون توی این فضا نقشی رو ایفا بکنید. ممنونم، مرسی از شما، براتون بهترین آرزو می‌کنم، برای مردم هم بهترین. خیلی ممنون.